خب آقای دکتر فخرایی منو معرفی کردن. من رحمت ستوده قره‌باغ هستم، استاد مهندسی شیمی و رئیس آزمایشگاه هوش مصنوعی در صنایع نفت و گاز دانشگاه تهران. مدتی هم افتخار داشتم رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بودم. توی شروع کار یه خورده من میخوام از پرزنتیشن های سنتی که شما معمولاً بهش عادت دارید فاصله بگیرم. من در ابتدای ارائه‌ام سعی میکنم یه خلاصه صوتی از کل پرزنتیشن به صورت کوتاه خدمتتون ارائه بکنم. خیلی از مطالب یا صوتایی که اینجا وجود داره خود اینها توسط همین ابزارهای هوش مصنوعی ایجاد شده که به تدریج جلوتر بریم بهتون خواهم گفت. خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز می‌خوایم با استفاده از منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید، از جمله ارائه دکتر ستوده قره‌باغ، یه نگاهی بندازیم به نقش هوش مصنوعی تو صنعت نفت و گاز. یعنی ببینیم تا سال 2025 چه اتفاقاتی قراره بیفته. سلام و وقت بخیر. بله، منابع جالبی هستم. خب هدفمون اینه که ببینیم چطور قدرت هوش مصنوعی به خصوص مدل‌های بزرگ زبان یا همون LLM ها و مدل‌های کمی بزرگ LQM ها چطوری از کامپیوترهای شخصی ما پا و فراتر گذاشتن و رفتن تو دل صنایعی مثل نفت و گاز. دقیقاً این مدل‌ها با حجم عظیمی از داده کار می‌کنند، هم داده‌های واقعی هم داده‌های شبیه‌سازی شده یا ترکیبی. و خب الگوریتم‌هاشون هم خیلی پیچیده است تا بتونن سیستم‌های بزرگ رو شبیه‌سازی کنن. بیایید یکم عمیق‌تر شیم. نکته جالب توی این منابع همینه که این مدل‌ها یعنی ورودی و خروجی‌هاشون خیلی ابعاد بالایی داره و ساختارشون هم بر اساس مثلا معادلات ریاضیه یا بهینه‌سازی یا حتی فرآیندهای تصادفیه. خیلی پیچیده. بله، خیلی. ولی خب چالش هم داره. همونطور که منابع میگن بحث کالیبراسیون هست، یعنی تنظیم دقیقشون و اعتبار سنجیشون که مطمئنشون درست کار میکنن و البته هزینه محاسباتی بالا که خب خیلی مهمه. درسته. خب حالا بریم سراغ این که اصلا چرا نفت و گاز باید بره سراغ هوش مصنوعی؟ منابع شما به چه محرک‌های اصلی اشاره میکنن؟ ببینید چند دلیل اصلی وجود داره. اول از همه خب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها که تقریباً همه صنایع دنبالش هستن. این که طبیعیه. بله، ولی مهمتر از اون بحث بهینه‌سازی تولید با استفاده از همین داده‌های فراوون که گفتیم و یه نکته خیلی کلیدی دیگه بهبود ایمنی و کاهش خطراته که تو صنعت نفت و گاز فوق‌العاده حیاتیه. یعنی فراتر از فقط پول درآوردن. دقیقاً. و البته صرفه‌جویی تو انرژی و منابع هم هست که باز خودش به کاهش هزینه و مسئله زیست محیطی کمک میکنه. یکی از کاربردهایی که واقعا توجهم رو جلب کرد توی این منابع بحث نگهداری پیشبینانه بود. یعنی اینکه هوش مصنوعی بتونه بگه که مثلا یه پمپ یا یه توربین ممکنه خراب شه. این فوق‌العاده است. آره دقیقاً. فکر کنید چقدر از توقعات غیرمنتظره تولید جلوگیری میکنه. برنامه‌های تعمیر و نگهداری خیلی بهینه‌تر میشه. یعنی دیگه منتظر نمیمونیم چیزی خراب شه. همینطوره. و فراتر از پیشبینی تکنولوژی مثل دوقلو دیجیتال هم هست که تو منابع بهش اشاره شده. مثلا جنرال الکتریک برای توربین گازیش همچین مدلی داره. یه کپی مجازی دقیق از تجهیزات واقعی میسازن که باهاش میتونن شبیه سازی کنن. بله، عملکرد رو شبیه سازی میکنن، سناریوهای مختلف رو تست میکنن، مشکلات رو قبل از اینکه اتفاق بیفتن پیدا میکنن. این واقعا یک جهش بزرگ تو نگهداری و تعمیرات. خب این سطح پیچیدگی و این تکنولوژی‌ها قطعاً به نیروی متخصص نیاز داره. اینجا اون بحث رقابت جهانی که تو منابع بود خیلی مهم میشه. دقیقاً. یکی از آمارهایی که تو منابع هست و خب یکم تکان دهنده است اینه که تا سال 2022 چین به تنهایی 47% استعدادهای برتر هوش مصنوعی دنیا رو داشته. 47%؟ بله، در حالی که آمریکا فقط 18%.
این نشون میده چین چه سرمایه‌گذاری عظیمی کرده و چقدر تو جذب استعداد موفقه. این خیلی اختلاف زیادیه. همینطوره و در همین راستایی اشاره‌ای هم به وضعیت ایران شده بود توی یکی از اسلایدها که طبق شاخص هوش مصنوعی ایران حدود 7 سال از میانگین منطقه عقبه. اینا فقط عدد و رقم نیستن، پیامدهای جدی دارن برای آینده. و این نیاز به استعداد با اون پیشبینی مؤسسه مکینزی که شما تو منابعتون داشتین جور در میاد. رشد 35% آگهی‌های شغلی مرتبط به هوش مصنوعی تا 2025، یعنی تقاضا داره به شدت بالا میره. بله دقیقاً، اما خب موانع رو هم نباید فراموش کنیم. علاوه بر اون هزینه محاسباتی که گفتیم، یه اصل خیلی کلیدی که منابع روش خیلی تاکید دارن، اصل GIGO هست. GIGO یعنی garbage in, garbage out. دقیقاً، آشغال ورودی، آشغال خروجی. یعنی اگه داده‌هات بی‌کیفیت باشن، بهترین الگوریتم دنیا رو هم داشته باشی، نتیجه‌ات به درد نمی‌خوره. پس کیفیت داده حرف اول رو میزنه. 100%. بدون داده‌های دقیق، تمیز و مرتبط، تمام این تلاش‌ها میتونه بی‌نتیجه باشه یا حتی نتایج گمراه کننده بده. خب گرفتن داده تمیز از مثلا یه سکوی نفتی یا یه پالایشگاه با اون همه سنسور و سیستم‌های مختلف خودش باید یه چالش بزرگ باشه. قطعاً هست. منابع هم به این چالش اذعان دارن. یعنی تاکید اصلی روی اینه که باید روی جمع‌آوری، مدیریت و تضمین کیفیت داده‌ها سرمایه‌گذاری جدی بشه. این خودش یه پروژه بزرگه در کنار خود پیاده‌سازی هوش مصنوعی. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این منابعی که بررسی کردیم، میشه گفت هوش مصنوعی دیگه یه چیز تئوری و آینده نگارانی نیست. همین الان داره صنعت نفت و گاز رو متحول میکنه با بهینه‌سازی، با بالا بردن ایمنی، با نگهداری هوشمند. درسته. و دو تا چیز برای موفقیت تو این مسیر کاملا حیاتیه. یکی استعدادهای متخصص و یکی داده‌های با کیفیت. بسیار متشکرم. گفتم من یه تصویری خدمتتون بگی از کل پرزنتیشن. من از ابزاری به اسم نوتبوک LM استفاده کردم که امروز خدمتتون معرفی خواهم کرد. بعد از اینکه کل پرزنتیشن آماده شد بهش دادم، گفتم یه خلاصه صوتی ازش تهیه بکن. شما ابتدای کار یه تصویری داشته باشید، یه پیکچر کلی از ارائه داشته باشید. مطالبی که امروز من میخوام خدمتتون عرض بکنم پس از یک مقدمه وضعیت AI رو در ایران یه مروری خواهیم کرد. دو تا کار خیلی خوبی، یکی IBM و یکی انسیس انجام داده. IBM 400 تا شرکت بزرگ دنیا رو بررسی کرده در 3 تا حوزه بالادستی، میاندستی و پایین دستی. اطلاعاتش بسیار اطلاعات ذی‌قیمتیه و یک کاری هم انسیس انجام داده روی 300 تا کمپانی فرانسوی. بعد این اطلاعات 700 تا شرکت به ما ایده میده که چقدر بحث پیاده سازی AI رو در صنعت نفت و گاز شرکت ها جدی گرفتن. بعضی از این شرکت ها افزایش بهره وری تا 56% و کاهش قابل توجه هزینه ها رو هم گزارش کردن که امروز خدمتتون خواهم گفت. این فایل در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اسلایدها رفرنس داره. هر کدوم از گزارشاتی هم که لازم باشه باز در اختیارتون خواهد بود. یه نگاهی میکنیم به کاربرد AI در صنعت نفت و گاز. یه شاخصی اخیراً IMF معرفی کرده، صندوق جهانی پول، تحت عنوان شاخص پذیرش هوش مصنوعی. ما متاسفانه حالمون زیاد خوب نیست در این شاخص. از متوسط جهانی پایینتر هستیم. عدد ما حدود 38 سنگاپور بالاترین عدد رو داره 8. بهتون خواهم گفت که این شاخص رو IMF چه شکلی اندازه میگیره. دوستان حتما میدونن که IMF بانک جهانی هم حتی شاخص‌های حکمرانی جهانی رو 25 سال داره گزارش میده برای 200 تا کشور. بعد میریم سراغ یک گزارشی که مکنزی اخیراً داده. مکنزی یک تصویر بسیار خوبی داده از وضعیت AI در حال حاضر در سال 2025.
حجم سرمایه‌گذاری‌ها و تحولاتی در این حوزه وجود داره. 3 تا فعالیت هم پیش بینی کردم که بتونیم با هم انجام بدیم، بعد جمع‌بندی می‌کنیم. به عنوان مقدمه از ادیسون سوال کردن که تو خیلی کار مهمی کردی. میدونید که ادیسون برق مستقیم و تسلا برق متناوب رو اختراع کردن. خب میگن ادیسون تا میتونست از اختراعات خودش در واقع پول در می آورد، برعکس تسلا تا میتونست در واقع سعی میکرد که اینها رو وارد جامعه بکنه. از ادیسون سوال میکنن که تو خیلی کار مهمی کردی. میگه کاری که من انجام دادم یک زمین بازی اختراع کردم که من بعد همه باید تو این زمین بازی بکنن. کاری که AI الان انجام داده هم همینه. در تعریف AI میگن AI زمین بازی جدیدی تعریف کرده که من بعد چه ما بخواهیم چه نخواهیم توی این زمین باید بازی بکنیم. خیلی از دانشمندان هوش مصنوعی دنیا رو به ما قبل هوش مصنوعی و ما بعد هوش مصنوعی در واقع تعریف میکنن. این نشون میده که جاده پیچیده، ما هم باید بپیچیم و الا اگر نپیچیم احتمالاً خیلی عقب میافتیم. این رو یه نگاهی بکنید برای اینکه دستتون بیاد. من اینجا 3 تا پلتفرم رو آوردم: لینکدین، فیسبوک و چت جی پی تی. یه شاخصی هست تحت عنوان زمانی که یک پلتفرم یا یک ابزار به 1 میلیون یوزر میرسه. برای لینکدین که همه شما عزیزان آشنا هستید، یک شبکه تخصصی بسیار حرفه‌ایه. خیلی از شرکت‌های دنیا الان دنبال نیرو میخوان بگردن، کارشون رو توی لینکدین انجام میدن. چون تقریبا لینکدین با حدود بیش از 1 میلیارد کاربر، شما هر نوع تخصصی رو بخواهید و هر جور شبکه سازی رو بخواهید انجام بدید، اینجا میتونید انجام بدید. در 3 سال به نزدیک 1 میلیون یوزر رسیده. فیسبوک در 10 ماه، سال ماه، چت جی پی تی در 5 روز. چت جی پی تی به عنوان پیام‌آور هوش مصنوعی خیلی عجیبه، در 5 روز. این داره نشون میده که با چنان سرعتی این داره نفوذ میکنه که کلاً سیستم‌های آموزشی رو هم داره به هم میریزه. الان به هیچ عنوان دانشگاه‌ها نمیتونن خودشون رو با این سرعت وفق بدن. به این خاطره که باید دنبال روش‌های جدید یادگیری ما بگردیم، ببینیم که این در واقع سرعت پیشرفت و اول اینکه ما چه شکلی باید یاد بگیریم، چجوری باید خودمون رو تطبیق بدیم و از همه مهمتر چه شکلی ما میتونیم این توان عظیم رو از لپتاپ ببریم به صنعت. این مستلزم یادگیری است در وهله اول. شاید مهمتر از این یک پارادایم شیفت در مدیران، آمادگی یا فرهنگ سازی داده محور در سازمان هاست. بعد باید بریم سراغ بحث‌های آموزش، ترینینگ و موضوعات دیگه. مکنزی یک گزارش بسیار خوبی داره. من سعی کردم این گزارش رو خیلی خلاصه بکنم اینجا براتون. یک راهنمای مدیریتی AI برای مدیران. حالا سعی کردم این رو صوتی بذارم که همش من صحبت نکنم، این رو با هم بخشاشو ببینیم. البته من فایل رو در اختیارتون خواهم گذاشت که بتونید فایل PPS رو خدمتتون میذارم که اینو سر فرصت کامل ببینید. لینک گزارش هم اینجا وجود داره. من سعی کردم تمام لینک ها رو هم بگذارم. هر کدوم از شما عزیزان بعداً خواستید برید بررسی بیشتری بکنید یا این اطلاعات رو منتقل بکنید به مجموعه زیردستتون، کارتون راحت تر. خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به مفاهیم کلیدی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. آره، با استفاده از اون راهنمای مکنزی که برای مدیران نوشته شده. دقیقاً. هدفمون اینه که تو که دنبال یادگیری سریع و عمیقی
بتونی سریع بفهمی این تعاریف اصلی چی هستن، انواع یادگیری ماشین کدوما هستن و چرا اینقدر خب مهم شدن. به خصوص تو دنیای امروز دیگه. آره، مطالبم خیلی کاربردیه چون واسه مدیران طراحی شده. خب بیا شروع کنیم. اول از همه هوش مصنوعی یعنی AI واقعا چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم AI یعنی توانایی ماشین ها که کارهای شناختی رو انجام بدن که ما معمولا فکر میکنیم کار انسانه. مثلا چی؟ مثلا درک کردن، استدلال کردن، یادگیری، حل مسئله، اینجور چیزا. ولی نکته مهم اینه که بیشتر پیشرفت‌های خفن اخیر AI مدیون یه چیزی به اسم یادگیری ماشین یا ML هستش. پس ML مثل موتور AI میمونه. دقیقاً. یادگیری ماشین یه سری الگوریتمه که به کامپیوترها اجازه میده از داده‌ها یاد بگیرن. یعنی بدون اینکه ما خط به خط بهشون بگیم چی کار کنن. یعنی خودشون یاد بگیرن؟ آره، بهشون داده میدیم، اونا الگوها رو کشف میکنن و هرچی داده بیشتر میبینن باهوشتر میشن. این یادگیری از داده است که AI رو اینقدر جلو برده. جالبه. راهنمای مکنزی هم به انواع تحلیل‌ها اشاره کرده بود که با ML ممکن میشه. یعنی فقط نمیگیم چی شده بلکه میتونیم پیش بینی کنیم چی میشه. که میشه تحلیل پیش بینی کننده. و حتی چیکار کنیم که به هدف برسیم. که اونم میشه تحلیل تجزیه‌ای. ML بیشتر روی این دوتای آخر تمرکزش. درسته. و این قدرت پیش بینی و تجویز خب از الگوریتم‌های مختلفی میاد. راهنما 3 دسته اصلی معرفی کرده. خب چطور به ماشین یاد میدیم؟ روش اول یادگیری تحت نظر یا supervised learning. این انگار یه معلم خصوصی داره. آره؟ دقیقاً همینطوره. تو این روش ما کلی مثال و الگوریتم میدیم که جواب درستشون رو از قبل میدونیم. یعنی داده ها برچسب‌دار هستن. مثلا عکس گربه و سگ که مشخص کدومه. آفرین. یا مثلا مشخصات خونه ها و قیمت نهایی فروششون. الگوریتم یاد میگیره که بین ورودی یعنی عکس یا مشخصات خونه و خروجی یعنی برچسب یا قیمت یه ارتباطی پیدا کنه. کارهایی مثل تشخیص ایمیل اسپم یا پیشبینی قیمت‌ها معمولا با این روش انجام میشه. این رگرشن خطی، درخت تصمیم، اینا مثال هاشن. نقش آدم اینجا خیلی مهمه که داده ها رو آماده و برچسب گذاری کنه. فهمیدم. پس اینجا یه معلمی هست. ولی اگه داده ها برچسب نداشتن چی؟ مثلا بخوایم الگوهای خرید مشتری ها رو پیدا کنیم بدون اینکه بدونیم دنبال چه جور گروه‌هایی هستیم. خب اینجاست که یادگیری بدون نظارت یا unsupervised learning وارد میشه. اینجا معلم نداریم پس. نه دیگه، اینجا الگوریتم رو با داده‌های بدون برچسب تنها میذاریم، خودش میره میگرده، الگوهای پنهان و ساختارها رو پیدا میکنه. هیچ جواب درستی از قبل بهش ندادیم. خب من این رو تا آخر نمیرم. ببینید اینجا داره میگه ما الگوریتم رو با داده ها تنها میذاریم تا بره پترنا رو بیاره. شاید الان دیگه توی شرکت ها دارایی های ما دارایی های مشهود نیستن، دارایی های نامشهودن. گزارشات اخیر روی 500 تا شرکت برتر دنیا نشون میده که بعضاً دارایی های این تنجبلشون به 90% میرسه. یعنی 10% دارایی فیزیکی، 90% دارایی های نامشهود، همین آدم ها تجربه هاشون در واقع. ببینید توی الان شاید اتفاقات عجیبی توی دنیای دیجیتال داره میفته. خیلی ها معتقدن که زندگی دیجیتال میتونه بعد از مرگ فیزیکی ما ادامه پیدا بکنه. شما حتما میدونید که اگر با یک نفر 30 ساعت مصاحبه بکنید تقریبا میتونید با ابزارهایی که الان وجود داره الگوی فکری اون فرد رو پیدا بکنید و به راحتی سوال رو ازش بپرسید. الان این روزنگارایی که وجود داره مال آقای علم و مرحوم هاشمی، اینها رو اگر بگذارید تو همین نوتبوک علم در واقع اطلاعاتشو وارد بکنید، دقیقاً میتونید از این اطلاعات سوال بپرسید، انگار که این فرد در اختیار شماست. خیلی الان معتقدن که دارایی آدما پس از مرگشون ما یملکشون نیست که میذارن. ما باید کاری بکنیم که بتونیم اطلاع از قبل از فوت افراد از اطلاعاتشون بکاپ بگیریم، چون اینها هم
جزو دارایی‌های ملی یک کشوره. البته بحث‌های بسیار جدی اینجا وجود داره، من نمیخوام وارد این بحث بشم، میتونید پیگیری بکنید. در واقع زندگی دیجیتال پس از مرگ یکی از بحث‌های بسیار جدی است که بحث‌های اخلاقی بسیار جدی توش داره. به هر صورت با این سرعتی که داره میره خیلی دور از ذهن نیست که در آینده بشه اطلاعات یک نفر رو اگر مسائل اخلاقی فلسفیش حل بشه روی یه ربات بتونن دانلود بکنن یا بتونن در واقع با روش‌هایی اون فرد رو یک کپی مجازی دیجیتال توین ازش بسازن که بتونه در واقع خیلی از چیزها رو پاسخ بده. برای مثال اگر یه نفر بتونه از مجموعه اطلاعات پزشکی ما بتونه یه کپی بسازه، دیگه لازم نیست هی دارو رو به ما بده، هی بره برو تستش کن دوزشو بیاره پایین. اونجا شما هم مریض دیجیتال دارید، هم دکتر دیجیتال دارید، هم داروی دیجیتال که میتونه در واقع بشه اگزکت مدیسین که دارو دقیقاً تنظیم بشه بیاد. پس تو این حوزه اتفاقات زیادی در واقع داره میفته، من خیلی نمیخوام وارد بشم. ببینید این باعث شده که ما انواع اقسام با دیتا، الگوریتم، توان محاسباتی باعث شده که انواع اقسام مدل ها بیرون بیاد. اون روز من یه سایتی رو دیدم که توش 120,000 ابزار هوش مصنوعی معرفی کرده بود. آیا ما باید بریم همه رو یاد بگیریم؟ مگه ممکنه ما بتونیم همه رو یاد بگیریم؟ خب طبیعتاً مدل های هوش مصنوعی یکی مدل های LLM هستن، مدل های هوش مصنوعی عمومی نسبتاً بزرگ که شما کماکان اسامیشون رو شنیدید. این مدل های زبانی بزرگ مثالش مثل چت جی پی تی، مثل جمنای، مثل گراک یا دیپسیک یا لاما، اینا دو گروهن. یک گروه مدل هایی که در واقع اوپن سورس نیستن، یعنی شما به سورسشون دسترسی ندارید، مثل چت جی پی تی 5. اخیراً شرکت اوپن ای آی یه مدل دیگری تحت عنوان جی پی تی او اس اس داده بیرون که این اوپن سورسه. شما میتونید برید سورس رو بردارید بیارید. وقتی ما میگیم سورس رو برداریم بیاریم، ما فقط الگوریتما رو داریم میاریم، میتونیم با دیتاهای خودمون این رو ترین بکنیم. کاری که خیلی از شرکت‌ها الان انجام دادن، خود شرکت شلنبرگر انجام داده، شرکت خود مکنزی در واقع انجام داده، شرکت‌های زیادی که البته اونا خودشون الگوریتما رو هم دیولپ کردن، ولی با رفتن به سمت موتورهای هوش مصنوعی اوپن سورس و نگرانی هایی که وجود داره. خب الان یکی از نگرانی ها اینه که من اگر اجازه بدم همکارام از چت جی پی تی استفاده کنن، آیا مجموعه اطلاعات محرمانه شرکت از دست من خارج نمیشه؟ خب این نگرانی کماکان وجود داره. البته برای اینم راههایی وجود داره. ما باید تک تک همکارانمون استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی رو یاد بگیرن. حتما هر شرکتی باید برای خودش یه چهارچوبی داشته باشه، یه منشوری داشته باشه، آموزش‌های لازم رو بده و بگه که افراد چه شکلی از این ابزارهای عمومی استفاده بکنن. ابزارهای عرض کردم مثلا دیپسیک یا لاما یا جی پی تی او اس اس، اینها رو میشه دانلود بکنن رو سیستم‌های داخلی خودتون، با دیتاهای خود شما تیون بشه و استفاده بشه برای اینکه بتونه ارزش جدیدی بده به دارایی‌های شما. امروز واقعاً دارایی‌های شرکت‌ها دیتاها هستن که دارایی‌های مهم شرکتان، نه اون دارایی‌های فیزیکی. یه ویژگی خوبی که عمده مدل‌ها دارن، اینها مالتی مودالن. یعنی چی مالتی مودالیتی؟ وقتی میگیم مالتی مودالن یعنی اینها میتونن همه نوع خوراک رو بپذیرن. متن رو میتونه بگیره، تصویر رو میتونه بگیره، ویدیو رو میتونه بگیره، صوت رو میتونه بگیره، داده میتونه بگیره، همه مدل اطلاعات رو میتونه بگیره. ضمن اینکه خیلی از اینا مالتی مودالن، مالتی لنگوالن. یعنی الان دیگر محدودیتی به اسم محدودیت زبان وجود نداره. برای مثال فرض کنید که برای مدیران ارشد همین پتروپارس یه سوالی پیش میاد که
ما آینده بیزینس خودمون رو چه شکلی میتونیم با تجربه شرکت‌های فرانسوی، آلمانی، آمریکایی، چینی همه رو با اینا یه مطالعه بکنیم. الان دیگه انجام این کار نصف روزه، کار یک روزه. مثل قدیم نیست که شما نتونید به راحتی به اطلاعات زبان‌های مختلف یا به فرمت‌های مختلف اطلاعات دسترسی نداشته باشید. اینا مستلزم در واقع یادگیری و آموزش هست. گروه دومی از مدل‌های بزرگ، هم ما مدل‌های بزرگ داریم، هم مدل‌های متوسط و کوچیک داریم. خیلی وقتا دیتاهایی که وجود داره، دیتاهای تجربی، برای اینکه ما یه مدل رو بتونیم آموزش بدیم کافی نیست. اونجاست که ما میریم سراغ تولید دیتاهای سینتتیک، دیتاهایی که از روی شبیه سازی به دست میاد. اونجاست که ما میریم سراغ مدل‌های کمی LQM ها که اینها میتونن از یه مجموعه بزرگی از دیتا ست ها، چه دیتا ست های تجربی چه دیتا ست های سینتتیک استفاده بکنن برای اینکه بتونن رفتار سیستم های بزرگ رو پیش بینی بکنن. خب ممکنه سوال بکنید خب چه بریرهایی وجود داره؟ بریرهایی که وجود داره، مطالعه‌ای که انجام شده توسط نیچر، من اینجا سعی کردم از جدیدترین و معتبرترین اطلاعات جهانی استفاده بکنم. کاری که نیچر انجام داده داره نشون میده که نبود مهارت در واقع سهمش اینجا 70% مانع برای پیشرفت. هم مهارت، هم ترینینگ، هم در واقع منابع مالی و طبیعتاً هم توان محاسباتی و آخر نبود دیتا. نبود دیتا به این معنا نیست که ما دیتا نداریم، دیتای خوب نداریم، دیتا رو جمع‌آوری نکردیم، به دیتا بها ندادیم، یک ساختار مناسب برای حکمرانی داده نداریم. بنابراین دیتایی که ما به دست میاریم، این دیتا باید خوب جمع آوری بشه، خوب در واقع این آماده بشه، تمیز بشه، پروسس بشه که ما بتونیم باهاش مدل هایی رو آموزش بدیم، در بخش های مختلف بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب ما اینجا میرسیم به تفاوت. حالا من نمیخوام از اینداستری 1 شروع بکنم، بگذارید 4 و 5 که به کار ما مرتبطه. ما در اینداستری 4 دنبال اتوماسیون و تحول دیجیتال بودیم، تا حد زیادی شرکت‌ها در این موفقن، ولی بحث الان ما اینه که در اینداستری 5 بتونیم کاری بکنیم که در واقع ماشین با ما حرف بزنه، نه با ما با ماشین. ما برای حرف زدن با ماشین یه زمانی مجبور بودیم بریم انواع اقسام زبان‌های برنامه‌نویسی رو یاد بگیریم. زمانهایی که ما دانشجو بودیم از فورترن و کوبول شروع می‌شد، زبان ماشین شروع می‌شد، تا الی آخر ما باید تا زبان رو یاد می‌گرفتیم که میتونستیم با ماشین حرف بزنیم. الان دیگه لازم نیست. الان ماشینه که داره زبان ما رو یاد می‌گیره. الان تقریباً همه زبان‌های برنامه‌نویسی داره جمع میشه. ما نیازی نداریم برای تسلط به هوش مصنوعی بریم زبان برنامه‌نویسی یاد بگیریم. الان با مهندسی پرامپت من امروز یه مثالم بهتون خواهم گفت، تازه میتونیم بهش بگیم تو برای ما پرامپت بنویس. یعنی ما میتونیم به چت جی پی تی بگیم اون موضوع یا سناریو رو براش تعریف بکنیم، اون میتونه برای ما بهترین پرامپت رو بنویسه. این پرامپت یعنی جایگزین همه چی، جایگزین تمام زبان‌های برنامه‌نویسی. الان شما با گفتن یه سناریو به این ابزارها، مثلا به پایتون میتونید یا به هر زبان دیگری برنامه‌تون رو میتونه براتون تولید بکنه. این یعنی به این معناست که چه فرصت‌های جدیدی ایجاد شده. شاید برای اولین بار دنیا در یه حالتی قرار گرفته که ما می‌خوایم هممون از یه نقطه شروع کنیم برای رقابت. ببینید هوش مصنوعی 2 تا بعد داره.
یه گروه حدود 2-3% از دانشمندان دنیا مشغول توسعه ابزاران. ما با اون کاری نداریم. یه عده دارن مرتب این ابزارها رو توسعه میدن. الان شما برید شاید کسی حوصله داشته باشه لیست بکنه انواع مدل‌های ریز و درشت رو شاید بتونه 500,000 تا لیست بکنه. خب برای جاهای مختلف، کاربردهای مختلف. آیا لازم ما اینا رو همه رو داشته باشیم؟ نه، هیچ لزومی نداره ما در واقع همه اینا رو داشته باشیم. ما یه تعدادی رو باید انتخاب بکنیم، با اون تعدادی که ما داریم انتخاب میکنیم به اینها مسلط بشیم، اینها رو بتونیم کاستومایز بکنیم برای کاربردایی که خودمون در واقع داخل سازمان خودمون داریم. و این یعنی یک تحول عظیم که ماشین داره زبان منو بلده، زبان مادری من رو. الان یکی از نگرانی، یکی از کارهایی که الان دارن انجام میدن، خیلی هم میگن این کیبوردم مزاحمه، باید کیبورد رو حذفش کنیم. میگه من باید حرف بزنم، فقط بتونه با حرف زدن من اون مجموعه کارهایی رو که در واقع میخوام بتونه برای من انجام بده، که البته روش مفصل صحبت کنم. پس بنابراین توی اینداستری 5 ما دنبال این هستیم که بریم سراغ کار تیمی بین انسان‌ها و ربات‌ها که بتونن انسان‌ها و ربات‌ها با هم کار بکنن. شاید عجیب باشه، ممکن چند سال آینده وقتی که ربات‌های انسان نما وارد شدن توی خیابون ما متوجه نشیم کی ربات کی واقعاً انسانه. ممکنه همچه اتفاقاتی بیفته. توی این فیلم وست ورلد اگر دوستان دیده باشن که مال 1973 هست، اونجا در واقع شبیه سازی کرده در یه پارک تفریحی که ربات‌های انسان نما در واقع چه شکلی میتونن برای زندگی انسان‌ها ایجاد مزاحمت بکنن. و خیلی هم ممکنه عجیب بشه که ما تو این سالن متوجه نشیم که چند نفر انسانه و چند نفر رباته. و واقعاً در آینده ربات‌ها جزو همکاران ما خواهند بود. الان خیلی از این ابزارها که ما وقتی وارد میشیم، چت جی پی تی، جمنای، نوتبوک LM، گاما، اینا دیگه همکار ما هستند در سازمان‌ها. خب بریم وضعیت ایران رو یه نگاهی بکنیم. کشورها از سال 2017 سند ملی هوش مصنوعی، چین شروع کرده، 2018 امارات، هند، آلمان. یه نکته بگم در مورد امارات، این نکته بسیار جالبیه. کل بودجه آموزش عالی کشور ما فکر میکنید چند میلیارد دلاره؟ 2 میلیارد دلار بودجه کل آموزش عالی دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم. برنامه AI امارات چند میلیارد دلاره؟ 6 میلیارد دلار. ببین حجم سرمایه‌گذاری رو ببینید. من بعداً بهتون خواهم گفت کل سرمایه‌گذاری ما رو AI تو این مدت 10 میلیون دلار بوده. برابر گزارشی که توی AI ایندکس 2024 دانشگاه شریف در واقع یه گزارش خوبی در واقع ارائه کرده. امارات، هند، آلمان. 2019 روسیه، کره 2020 دوباره آلمان اومده ریوایزش کرده برنامه‌اش رو. حالا بگذاریم ایران در سال 2024 صاحب سند هوش مصنوعی شده. البته الان معلوم نیست که کی چه کاره است، چون 3-4 گروه دنبال اینن که بگن مال ماست و دارن تلاش میکنن که مالکیت سند رو به دست بیارن. در هر صورت در سند هوش مصنوعی پیش بینی شده که در حوزه انرژی بحث تعمیر و نگهداری، پردیکتیو مینتیننس در واقع، و یه آیتم دوقلوهای دیجیتال، در واقع اینا دوتا موضوعی است که شاید مرتبط ترینش هست به بحث حوزه در واقع انرژی، بحث هوش مصنوعی که میشه بهش پرداخت. البته هنوز نه منابع لازم برای اینکه این زیر ساختار رو دولت بتونه ایجاد بکنه. و یه نکته‌ای هم بهتون بگم، بحث‌های رگولاتوریه، بحث‌های تنظیمگری در هوش مصنوعی تقریباً الان صاحب نداره. قطعنامه‌ای که در خصوص توسعه مسئولان هوش مصنوعی سازمان ملل داد بیرون مال 2024
که به کشورها توصیه کرده که در واقع در جهت توسعه این ابزارها مسئولانه گام بردارن. آیا این کار رو خواهند کرد، این کار رو نخواهند کرد؟ کلاً ببینید وقتی یک کسی میخواد یه دارویی رو وارد بازار بکنه، ایده تا محصول بعضاً تا 15 سال طول میکشه. در لحظات آخر باید بره از FDA یا تو ایران از سازمان غذا و دارو مجوز بگیره. خب این برای در واقع درمان جسمی ماست. این ابزارهای هوش مصنوعی که با روح و روان ما بازی میکنن، الان هر کسی میتونه فردا صبح یه مدل هوش مصنوعی رو بده به بازار، چون نهادهای رگولاتوری یا تنظیمگری وجود نداره توی این وسط که جلوشو بگیره و مسئولیت در واقع تبعات ناشی از کاربرد این ابزار رو بتونه بندازه گردنشون. اینی که دنیای خیلی عجیبیه، خیلی به هم ریخته است از نظر رگولاتوری. اخیراً 1-2 هفته پیش بود که چین اعلام کرد که دنبال ایجاد یک سازمان جهانی هوش مصنوعی برای اینکه بتونه این کارا رو انجام بده. حالا ببینید این نکته رو می‌خواستم بگم که ما در یه خط هستیم با بقیه. الان گفتم 3% دنبال توسعه ابزاران، 97% دنبال استفاده از ابزاران. تقریبا اینجا ما با کل دنیا در یه لولیم تقریبا. یعنی الان شرکت شروع بکنه، حتما هم شروع کرده، من خیلی سوابق AI شرکت رو یه نظرسنجی انجام دادن، هنوز کامل اونو ندیدم. الان شرکت شروع بکنه و انشالله شرایط به سمت سوی خیلی خوبی بره، حتما این شرکت خواهد تونست در آینده در بازار هوش مصنوعی سهم قابل توجهی رو به دست بیاره. چون ما تقریبا در بخش کاربرد هوش مصنوعی در یک سطحیم. به راحتی ما میتونیم محصولات متعددی رو تولید بکنیم و به راحتی اینها رو وارد بازار بکنیم بر مبنای مدل‌های عمومی هوش مصنوعی که الان نسبتاً دسترسی به اینا ارزونه و حتما هم در آینده ارزونتر خواهد شد. ما در بخش توسعه ابزارها امکانش رو نداریم، چون ما نه دسترسی به توان محاسباتی بالا داریم. الان ما نه دسترسی به GPU-های انویدیا داریم. چینی‌ها دارن تلاش میکنن، سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادن توی تولید نسل جدید GPU-ها. دقت بفرمایید. به هر صورت ما اونجاها خیلی دسترسی نداریم. با قاچاقی آوردن و 2 تا و 3 تا و 5 تا ما هم به جایی نمیرسیم. توی سفر اخیر ترامپ به عربستان 18,000 تا یه جا بهش فروختن. 18,000 تا یعنی 30 میلیارد دلار. یعنی بدونید که عددا. ولی در بخش کاربردها که توان محاسباتی خیلی بالایی نمیخواد، خلاقیت میخواد، هم افراد و هم شرکت ها به راحتی میتونن برن سراغ خلق محصولات جدید. چه بسا اینکه در واقع با تولید مدل های کاستومایز شده در مجموعه این شرکت با مشتریانش، خود این شرکت هم بتونه به سبد محصولاتش اینها رو اضافه بکنه، چون هم این باعث خواهد شد که خیلی شرکت نخواد بره دنبال جذب نیروهای جدید و میتونه به نیروهای موجود خودش هم فانکشن های بسیار جدید رو تعریف بکنه و بهره وری رو بتونه ببره بالاتر. یه نگاهی بکنیم به درصد پذیرش هوش مصنوعی در شرکت های ایرانی. در نفت و گاز ما عددمون 9.53 هست، در آموزش 14 و 29. 9.53 هم خوبه هم بده. خوبیش به این خاطره که یک فرصت طلایی است برای ما. یعنی داره نشون میده که ما اگر شروع بکنیم در واقع، خب طبیعتاً ما نسبت به رقبا شاید عقب‌تریم، از اون حیث زیاد جالب نیست. در کنار نفت و گاز ما در آموزش هم وضعمون زیاد خوب نیست. یه ذره بهتره ولی باز خیلی خوب نیست و فکر می‌کنم این ابتکار آقای دکتر فخرایی برای برگزاری این دوره‌ها و نظم و انضباطی که تو این شرکت من امروز دیدم برام خیلی جالب بود و مدیران محترمی که داشتن پیگیری می‌کردن که این جلسه به موقع سر ساعت برگزار بشه بسیار
در واقع برای من با ارزش بود. آقای مهندس حسینی پناه که این رو اینیشیت کردن، آقای هادیان پیگیری کردن و آقای دکتر فخرایی، من صمیمانه از تک تکشون سپاسگزارم و این نشون میده که علاقه مدیران این شرکت رو به ورود به عرصه‌های جدید، حتما این در آینده میتونه 70-80% بازار شما رو در 10-15 سال آینده شکل بده. بگذارید یه نگاهی بکنیم به ایران. البته ناامید نشید، این که ما وضعمون خوب نیست رو به عنوان یه فرصت بهش نگاه بکنیم. برای ارزیابی یک سیستم نوآوری مثل هوش مصنوعی از 7 تا مؤلفه استفاده میکنن. مؤلفه اول توسعه دانشه، یعنی اینکه دانشگاه‌ها بتونن دانش تولید بکنن، مقاله تولید بکنن، آدم تربیت بکنن. بعدی بحث انتشار دانشه. بعد توسعه و انتشار دانش، بحث بعدی کسب و کار و فعالیت‌های کارآفرینانه هست. بعد از این مؤلفه چهارم جهت‌دهی، پنجم شکلگیری بازار، ششم تأمین منابع، هفتم مشروعیت بخشی یعنی رگولاتوری، یعنی جایی که دولت باید بیاد کار تنظیمگری رو بین بازیگران انجام بده. اینجا شما هم کشور ایران رو میبینید، این چند ضلعی کوچیک مال ایرانه، این چند ضلعی وسطی مال کشورهای منطقه هست. کشورهای منطقه شامل عربستان، امارات، ترکیه و اسرائیل. کشورهای منتخب هند، آفریقا، روسیه، کره، انگلستان و این بیرونی هست. البته چین و آمریکا به مراتب در واقع جایگاه مهمی دارن. اونها البته به نظر من اونها کار عمدهشون الان توسعه این ابزار است، ولی بقیه بیشتر بحث کار بود. چند تا نکته مهم اینجا وجود داره. این از یک گزارشی مرکز تحول دیجیتال و هوش مصنوعی دانشگاه شریف در سال 2024 داده. بسیار گزارش مفصلی، من میدم خدمت آقای حسینی پناه که بهتون بدن، بسیار با ارزش اینو بخونید. من نکات مهمش رو میخوام بگم. ببینید ما در بازاری که الان ایجاد کردیم 1.6 همته، یعنی هیچ، صفر. بازاری که الان داریم، این که بازار کوچیکه فرصته. این نشون میده ببین واسه جایی یه ظرفیتی وجود داره ولی کوچیکه. سرمایه گذاری این هفته 10 میلیون، من نوشتم 10 میلیون دلار حدود یه ماه پیش وزیر ارتباطات اعلام کرد 50 میلیون دلار، ولی شوخی دیگه این عددا. مگه اینکه شرکت‌ها بیان از محل منابع خودشون بیان یه کارایی بکنن. دولت نداره چیزی رو بذاره واقعا، یعنی واقعا، چون دولت حتی برنامه چشمانداز 1404 که 1384 اومد بیرون عجیبه. این برنامه پیوست اقتصادی نداشته. الان فکر کنم پیشرفتش 0%. برنامه چشمانداز 20 ساله که قرار بود ما چه اتفاقاتی برامون بیفته، شما اگر این برنامه رو بگذارید در کنار شاخصهای حکمرانی که بانک جهانی برای ایران گزارش کرده، میدونین که بانک جهانی شاخصهای حکمرانی از 42 تا سورس متفاوت میگیره. در ایران وزارت اقتصاد که نماینده ایران در بانک جهانی و اتاق بازرگانی نماینده ایران در مجمع جهانی جهاد، اینا هم اطلاعات در واقع اونجا دارن میدن. من دو تا عدد میخوام بهتون بگم یا 3 تا عدد که این عددها خیلی جالبه. این پروژه بسیار پروژه بزرگی، داده‌هاش در سایت بانک جهانی هست. 6 تا شاخص حکمرانی رو ارائه میکنه برای کشورها، برای 200 تا کشور اینو 25 سال داره ریپورت میکنه. ما یه شاخصی اونجا داریم تحت عنوان افکتیونس دولت، گاورنمنت افکتیونس. اونجا عدد ما فکر میکنیم چند درصد؟ عدد ما حدود 35%. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر دولت 65% آدما برن بشینن تو خونه هاشون پولشون رو بگیرن، حداقل دولت مجبور نیست که بالاسری برای اینا هزینه کنه، فضا برای اینا اجاره بکنه. 65% دولت تعطیله. ربطی هم به نظام سیاسی نداره. این آمار اوریج 25 سال گذشته است.
این خوبه، خیلی خوبه این عدد. یه شاخصی ما آنجا داریم تحت عنوان رگولاتوری کوالیتی، تنظیمگری. فکر می‌کنم اونجا عدد ما چقدره؟ عدد ما اونجا 6 از 100. 6 از 100. حالا برای اینکه عددها شما باش ارتباط بگیرید بذارید من یه مقایسه انجام بدم. کشور ایران، آلمان و ترکیه تقریبا ما هم جمعیتیم، 80 به اضافه منهای چند میلیون نفر. برای شاخص رگولاتوری عدد ما 6، ترکیه حدود 35، آلمان 98. شاخص رگولاتوری. شما ببینید وظیفه اصلی دولت رگولاتوریه دیگه. دولت که نباید این همه بخواد مزاحمت ایجاد بکنه. رگولاتوری. افکتیونس دولت، عدد ما حول و حوش 35 خیلی من دارم خوشبینانه میگم بین 30 تا 35. ترکیه 45، آلمان بالای 95. دکتر جسارتا این عددی که شما میفرمایید عکسش هم صادقه، یعنی اینکه اگر ایران رگولاتوریش توی دولت 6%، معناش این هستش که 94% دولت خودش داره اجرا میکنه، یعنی از رگولاتوری خارج شده. نه حالا ببینید یعنی اینکه قوانینی آقایون وضع میکنن که این قوانین قابل اجرا نیست. یعنی شما به راحتی میتونی بری، درسته، یه قانونی که یه جا انقدر سختگیرانه هست از محل این لیک هایی که داره به راحتی بتونی اینو بزنی زمین. دقت میکنید؟ یا افرادی که دارن قانون میذارن، حالا فرصت نیست، این خودش یه جلسه مفصلیه بحث روی شاخصهای حکمرانی. این به این معناست که دولت نمیتونه کارشو انجام بده. دولتی که باید تنظیمگر باشه، مثال بهتون بزنم، الان ما تو ایران 2784 تا دانشگاه داریم. این همه دانشگاه ما میخوایم؟ چند تا ما دانشگاه میخوایم؟ 2784 تا دانشگاه. یعنی ما واقعا در هر استان بیش از یه دانشگاه نیاز داریم؟ ما بیش از 30 تا دانشگاه نیاز داریم؟ نه. حالا بریم سراغ این دوتا رو عرض کردم. یه شاخصی هست تحت عنوان شاخص کنترل فساد. شاخص کنترل فساد. عدد ما 30 حدوداً. ترکیه هم اوضاعش خوب نیست، اون 40-45. آلمان باز میره روی چیز. من تازه کشورهایی که هم جمعیتن. بذار من یه عددم بدم رو جی دی پی برای اینکه شما دستتون بیاد، چون اینا همه اثرش تو جی دی پیه. جی دی پی ما چقدره؟ چه عدد جی دی پی ما چقدره؟ شما که مرتب با این عددا سر و کار دارید. اون زمانی که وضعمون خیلی خوب بوده 500 بوده، خیلی خوب بوده ها. الان مثلا بگیرید 250. حالا چون نرخ‌های بانک مرکزی با نرخ‌های واقعی ارز متفاوته، جی دی پی رو که تو مراجع رسمی گزارش میکنن با نرخ‌های بانک مرکزی گزارش میدن. برای من اونا 400 الان گزارش میدن. ترکیه حدود 900 تا 1000. آلمان چقدره؟ 4000. 80 میلیون نفر اونجا 4000 میلیارد دلار دارن جی دی پی تولید میکنن. اینجا 80 میلیون نفر دارن 400 تا تولید میکنن. 1 به 10. و طبیعیه این رو رگولاتوری روی 3 تا آیتم دیگه هست که حالا اونا رو ازش عبور میکنیم. من خیلی نمیخوام اینا رو وارد بشم. حالا ما 7 سال از میانگین منطقه عقبیم. ما 7 سال از اینجا عقبیم، نه از اینجا. حالا چین و چیز اصلا کاری نداریم، میگیم اونا وظیفه اصلیشون توسعه ابزاراست، خیلی خوبه، ما از اون ابزارا میخوایم استفاده کنیم. این 7 سال فاصله از میانگین جهانی هم برای ما میتونه یک فرصت باشه، فرصتایی که ما باید بتونیم وارد بشیم. یک گزارشی آکادمی‌های علوم آمریکا منتشر کردن، من رفرنسش اینجا یادم رفته، فوق‌العاده گزارش خوبیه. من یه سخنرانی مفصلی رو این انجام دادم در فرهنگستان علوم، لینکشو میتونم خدمتتون بفرستم. خیلی هم عجیبه. این رو آکادمی‌های علوم جهان آکادمی‌های علوم آمریکا،
آکادمی مهندسی، پزشکی و علوم دادن بیرون. در سال 2019 آمریکا با 29% در واقع تالنت های هوش مصنوعی دنیا رو در اختیار داشت. در واقع چین عددش 20% بود، اول دوم. الان چین شده 47%، آمریکا شده 18%. خیلی گزارش مفصلی است. تو ایران هم بهش اشاراتی به ایران هم اونجا شده، من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم. حالا خیلی شاید براتون عجیب باشه چین این همه. چین الان یه برنامه داره برای جذب 1000 تالنت از کل دنیا. 1000 تالنت. حالا من برای اینکه به شما یه عدد بدم خدمتتون، الان مثلا من شرایط خودم دارم میگم، الان من استاد پایه 64م، الان حقوق من مثلا یه چیز حدود بین 15 تا 20 هزار دلار در دانشگاه‌های خوب دنیا مثلا. خب عددی که ما اینجا میگیریم 5% اون عدده، 5% اون عدده. آفری که چینی‌ها دارن میدن برای اون 1000 نفر ماهی 200,000 دلاره، به اضافه هزینه‌های پژوهشی، رفت آمد، تیم فلان، نه برای 1000 نفر. این کار رو مکزیک هم داره انجام میده برای 100 نفر. شرکت هایی دارن کار ریکروتمنت رو دارن انجام میدن، چون از هر دوتاشون هم با من تماس گرفتن. عددهای خوبی ها، اصلا عدد شما الان اینجا ما به یه استادیار، شما خب حتما حقوقای پایتون مثلا بالای 100 تومنه بیستون اینجا. در یک استادیار در دانشگاه برای شروع حقوقش 25 تومنه. 25 تومن. به این خاطر که در 5 سال گذشته ما حدود 25% از نیروهای جوان رو در دانشگاه‌ها از دست دادیم. یعنی حالا ببینید این داره به ما نشون میده که چین چقدر رو نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کرد و کاری که ما باید انجام بدیم سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی است. الان دانشگاه‌های ما 2784 تا دانشگاه کاری که انجام دادن. الان جالب، اون روز یه گزارشی میخوندم میگفت نرخ بیکاری در بین افراد بی سواد جامعه 5%، در بین دانشگاهیان 30%. بی سواد الان مثلا از نگاه خیلی هم میگن آموزش‌آلی ایران، آموزش در ایران با تولید این همه فارغ التحصیل و جالب شرکت ها میگن ما آدم مورد نظرمون نمیتونیم گیر بیاریم. میگن نمیتونیم گیر بیاریم. الان خود شما هم احتمالاً همین میگن ما اصلا نمیتونیم گیر بیاریم اونی که میخوایم. اگر هم گیر آوردیم سال اول میاد، سال دوم خداحافظ. درسته؟ شما الان فکر کن که در واقع این همه فارغ التحصیل ما تولید کردیم. حالا تا ما تو فنی مهندسی ها وضعمون یه قدری بهتره، دانشگاه‌های سطح 1 وضعمون بهتره. الان واقعا من میبینم که کسی با دکترای ریاضی از بهترین دانشگاه نشسته تو خونه، کاری نیست. با چیکار کنه؟ چیکار باید بکنه؟ یعنی میخوام بگم سرمایه گذاری روی نیروی انسانی بسیار در واقع مهمه. من یه عدد میخوام بگم در مورد نیروی انسانی. این عدد جالبی است. ببینید تا سال میگن 1401 برابر آمارهایی که اعلام میکردن سالیانه 160,000 نفر از کشور خارج میشدن. یونسکو برآورد میکنه که هزینه خروج یک نفر از کشور شامل هزینه‌ای که کشور و خانواده برای ترین کردن این آدم گذاشته و هزینه‌های فرصتی که رفتن این آدم از دست میده و هزینه‌هایی که یک ژن به طور کامل از بده. این رو بعضی گزارشات میگن 3 میلیون یورو، بعضی هم میگن 8 میلیون یورو. بذاریم 3 میلیون یورو. 3 میلیون یورو ضرب در 160,000 تا میشه چقدر؟ حتما عدد بزرگی میشه دیگه، نه؟
الان میگن این عدد 2 برابر شد. ما چقدر، شما که نفتی هستین، چقدر در سال نفت می‌فروشیم؟ در بهترین وضعیت ما 80 تا فروختیم، 80 میلیارد دلار. الان حالا شما بهتر از من میدونید، اطلاعاتی ما داریم 20 تا. عدد شما 3 میلیون ضرب در 160,000 بکنید میشه 480 میلیارد دلار. معادل 10 برابر فروشمون داریم اینا رو پمپاژ میکنیم. اینو ببینید شما. اینو میخوام بگم که بحثات فرصت‌های زیادی، سرمایه گذاری رو تالنت‌ها بسیار بسیار در واقع مهمه. خب بریم گزارش آی بی ام رو. 400 تا مدیر ارشد از 18 تا کشور انجام شده در تمام نواحی. 33% آپستریم، 33% میدستریم و 33% داونستریم. بعد شرکت هایی که درآمدهاشون 1 تا 5 میلیارد دلار و بعضا بالای 10 میلیارد دلار بوده، رو اینا اومده بررسی کرده آی بی ام. دیگه ببین کاری که آی بی ام انجام داده. بسیار گزارش آی بی ام گزارش جالبی است. حالا من البته یه مقداریش رو با هم گوش بکنیم. من توضیحاتی هم هست که بهتون خواهم داد. سلام شما. امروز می‌خوایم نگاهی دقیق‌تر بندازیم به منابعی که به اشتراک گذاشتید. به طور مشخص گزارشی از آی بی ام. این گزارش درباره نقش هوش مصنوعی توی صنعت نفت و گاز. بله. صنعتی که خب می‌دونیم با چالش‌های بزرگی روبروست. بحث همگیری تولید، نوسانات عرضه و تقاضا، دقیقاً. و البته فشار فزاینده برای حرکت به سمت انرژی‌های پایدار. همینطوره. سوال اصلی اینه که هوش مصنوعی چطور میتونه تو این شرایط پیچیده به شرکت‌ها و در نهایت به شما کمک کنه؟ سوال خیلی خوبیه. این گزارش که خب نتیجه نظرسنجی از 400 تا مدیر اجرایی تو همین حوزه خیلی روشن میگه که هوش مصنوعی دیگه یه انتخاب لوکس نیست. یعنی یه جور ضرورت شده؟ دقیقاً یه ضرورت استراتژیک برای بهینه‌سازی کل زنجیره ارزشه. ببینید اهداف اصلی شرکت‌ها چیه؟ اول کاهش هزینه‌های عملیاتی که 63% گفتن این اولویتشونه. خب قابل درکه. و دوم افزایش اتوماسیون که 58% بهش اشاره کردن. هوش مصنوعی توی هر دوی اینها نقش کلیدی داره بازی میکنه. جالبه. گزارش میگه اهمیت هوش مصنوعی هم داره روز به روز بیشتر میشه. الان 56% مدیران میگن حیاتیه. درسته؟ بله. و پیش بینی میکنن این عدد تا 3 سال دیگه به 84% برسه. 84% خیلی زیاده. اما نکته قابل تأمل که شما بهش اشاره کردید توی بررسیتون اینه که با وجود این اهمیت کمتر از نصف شرکت‌ها، یعنی فقط 47% یه استراتژی مشخص و کلی برای هوش مصنوعی دارن. این شکاف یکم عجیبه. دقیقاً. یه شکافه ولی خب ظاهراً یه گروه پیشرو وجود دارن که راه رو پیدا کردن. همونها که گزارش بهشون میگه قهرمانان هوش مصنوعی. قهرمانان هوش مصنوعی جالب شد. اینها چیا هستن؟ این گروه که حدود 24% پاسخ دهنده ها رو تشکیل میدن، فقط این نیست که یه استراتژی مشخص دارن، نتایج مالیشون هم به مراتب بهتره. یعنی واقعا نتیجه گرفتن. بله، ببینید تفاوت در بازگشت سرمایه‌شون خیلی مهمه. 43% برای این قهرمانان در مقابل فقط 29% برای بقیه. یعنی تقریباً 50% ارزش بیشتری دارن از سرمایه‌گذاریشون تو هوش مصنوعی میگیرن. دقیقاً. این نشون میده موفقیتشون الکی نیست. تقریباً 4 نفر از هر 5 نفرشون دارن یه استراتژی هوش مصنوعی در سطح کل سازمان اجرا میکنن. 4 از 5. و 95% هم گفتن که موفق شدن یه فرهنگ داده محور بسازن توی سازمانشون. خب پس راز موفقیت این به اصطلاح قهرمانان چیه که تونستن اینقدر ارزش خلق کنن؟ گزارش میگه 3 تا عنصر کلیدی وجود داره. اولیش ایجاد یه زیرساخت مناسبه. این زیرساخت یعنی چی دقیقاً؟ خب منظور از زیرساخت مناسب اول داشتن استانداردهای روشن و حاکمیت داده است. یعنی همه بدونن داده ها چی هستن و چطور باید ازشون استفاده کرد. حالا من فایلش رو خدمتتون میدم. این فایل رو که بعداً سر فرصت ببینید. هدف گذاری که این گزارش داره میگه شرکت ها انجام دادن، میگه 84% واقعاً فکر میکنن که AI
در واقع کلیدیه برای موفقیت هاشون. خب گفتیم 24% از این شرکت های پیشرو در واقع یه استراتژی خیلی روشنی دارن که بتونن AI رو در کل زنجیره ارزش و حتی سیستم‌های پشتیبانی، الان شرکت‌ها رفتن به سمت جذب نیروی انسانی با استفاده تو ریکروتمنت، توی آنبوردینگ، توی ترینینگ، تو همه اینا رفتن سراغ استفاده از این ابزارها. ولی هنوز 76% دارن کلنجار میرن، یعنی دی دارن زور میزنن که وضعیت رو بهتر بکنن. و اینم جالبه، برگشت سرمایه گذاریشون رو ببینید. این شرکت های پیشرو در واقع عدد 43% رو برای برگشت سرمایهشون گزارش کردن. شرکت های دیگه میگن باز هم چالش داریم، باز بالای 28%. الان سرمایه، تأمین پول از بازار سرمایه در خیلی از این کشورهای پیشرفته به مراتب هزینه‌اش کمتر از این است، پس اینا دارن خوب کار میکنن. کماکان بحث نیروی انسانی، بحث سرمایه گذاری روی آدما، این خیلی مهمه. من شرکت های متعددی رو در ایران، در بیرون از ایران سخنرانی هایی داشتم. سرمایه گذاری رو آدما، جالبه که این رو تو کشور ما نمیدونم چرا نمیشه رو این موضوع به این سادگی بهش فکر کرد. موضوع به این سادگی شاید این باعث شده که انقدر ما تورم نیرو داریم. یه شرکت رو من براشون دوره برگزار میکردم، یه مجموعه 40,000 نفری هن. حالا نه اینکه من برای 40,000 نفر، برای مدیرانشون در برگزار کردم. بعدم گفتیم خب بدید نگاه کنیم، مثلا یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌شون رو گفتیم بدید ببینیم که وضعیت افرادتون چجوری هن. من دیدم تو اینا مثلا زیر 5% از دانشگاه‌های خوب در واقع، چون بخش زیادی از جذب نیروی انسانی از کانال‌های متفاوتی از ضوابط شایسته‌گزینی شرکت‌ها بود. خب ببینید 80% دنبال کاهش هزینه ها، یعنی اون تارگتی که گذاشتن برای هزینه ها شرکت های پیشرو بعضا گفتن تا 83-4% تونستن به تارگت کاهش هزینه برسن. شرکت ها دیگه هم وضع بهتری دارن. جالبه که ببینید توی کراس ولیو چین هم کاربرد خیلی زیادی داره، در ریسک منیجمنت، در مالی، حسابداری، HSE و ببینید حتی HR در کل اون فرآیندهایی که در داخل HR وجود داره، از جذب نیروی انسانی گرفته، ترینینگ گرفته، آنبوردینگ گرفته و بحث‌های پروموشن، ارتقا، ترفیع و چیزهای متفاوت. این هم جالبه، شرکت‌های پیشتاز گفتن که 7.6% هزینه‌هاشون رو افزایش دادن، اون یکی 3%. درآمد رو افزایش دادن، کاهش هزینه‌ها 4.4 در واقع. کپیتال اسپند ریداکشن 6.3% تونستن در واقع سرمایه گذاری رو بیارن پایین. عددا قابل توجهه. توی شرکت‌های مثل مال شما احتمالاً افزایش 1-2%، 5%، 6% سود و در عین حال کاهش هزینه‌ها میتونه تحول زیادی ایجاد بکنه. شرکت فرصت‌های بهتری میتونه پیدا بکنه، به نیروی انسانیش بهتر برسه. شرکت‌های فرانسوی هم جالبن، این مال مطالعه. هر کدوم از اینا گزارش‌هاش خیلی مفصله ها. من فقط سعی کردم یه چکیده از اون گزارش. مال این داره میگه که 84% از شرکت‌ها به سمت دیجیتال توین رفتن برای اینویشن. 85% دنبال ساستینبیلیتی. 82% از ابزارهای سیمولیشن که این روزا AI رفته تو دل سیمولیشن ها برای اعتبار دادن به ارزش، برای در واقع ریسورس سیوینگ و افیشنسی استفاده کردن و 81% برای ارتقای کیفیت. صنعت نفت و گاز که می‌دونید که شما یه نگاهی به اینجا بکنیم، خیلی ها میگن که
در واقع یه سونامی اینجا اتفاق افتاده. این صنعت رو بهش میگن صنعت طوفان زده در دنیا که با چالش‌های زیادی روبروست، با چالش‌های دوره کرونا، با چالش‌های مربوط به فروش، عرضه و یا سرمایه گذاری. بنابراین از اون ورم فشار زیادی میاد برای اینکه کشورها دارن فشار میارن و یا نظام‌های رگولاتوری دارن فشار میارن برای ترانزیشن به سمت انرژی‌های دیگه. خب تو این شرکت‌ها درایور اصلی برای AI یکی در واقع افزایش پروداکتیویتی و کاهش هزینه هاست. این خیلی مهمه. Optimize production with data. این چیزی است که خیلی احتمالاً شما باش کار دارید چون حجم دیتا هایی که دارید تولید میکنید. بعدی بحث های سیفتی و کاهش ریسک و از همه مهمتر مدیریت بهینه منابع. وقتی ما صحبت از دیجیتال توین داریم میکنیم، فکر کنین که هر کدوم از ما یه نسخه دیجیتال هم داشته باشیم. اگر کسی میخواد کار مداخله ای انجام بده، دیگه ما رو دیگه به زحمت نندازه، کاراشو اونجا انجام بده، خروجیشو به ما بده. شما تجهیزات هم همین تصور رو بکنید. فکر کنین که یه پمپی، توربینی، کمپرسوری، دکلی، همشون پالایشگاهی، همشون نسخه مجازی داشته باشن. شما مثلا توی پالایشگاه فرض کنین که کسی که میخواد به پالایشگاه پتروشیمی خوراک بده بهتون میگه من مجبورم یه 10% کاهش بدم خوراکم رو. و چیکار باید بکنیم؟ باید بیاییم این سناریو رو به طور کامل در دیجیتال دوقلوی خودش تست بکنیم، بعد بریم جلوتر. خب اینو ببینید، این جالبه. یه توربین از شرکت در واقع GE. اون دست رباتیکه، دست حالا همین من ببینید عملاً دسترسی داره به تمام قطعات، درسته؟ اطلاعات کل قطعه رو داره به راحتی جدا میکنه، مجازی از داخل اون تجهیز میاره بیرون، شناسنامه‌شو نگاه میکنه. بعدی رو ببینید. فکر کنید که AI چه شکلی میتونه وقتی یک تجهیز فیل میکنه چیز بکنه. اینجاست که بحث پردیکتیو مینتیننس مطرح میشه. سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم یک راست بریم سر اصل مطلب. میدونید هر دستگاهی واقعا هر چقدر هم پیشرفته باشه بالاخره یه عمری داره، نه؟ دقیقاً یه نقطه پایانی داره. بالاخره یه روزی از کار میفته یا خراب میشه. همینطوره. و امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به روش‌های مختلف نگهداری و تعمیر این دستگاه‌ها. این اطلاعات رو از یه منبع ویدیویی گرفتیم و میخوایم ببینیم این روش‌ها چی هستن و چرا مخصوصا توی صنعت اینقدر مهمن. بله، موضوع خیلی حیاتیه، به خصوص تو صنعت. ببینید به طور کلی 3 تا رویکرد اصلی وجود داره که منبع هم بهشون اشاره کرده. یکی نگهداری واکنشیه، یکی پیشگیرانه و سومی که یه جورایی نگاه به آینده داره، نگهداری پیشبینانه هست. اوکی. قراره هر سه رو یه بررسی بکنیم، ولی تمرکزمون همونطور که منبع هم بیشتر روش تاکید داشت روی این آخری یعنی پیشبینانه خواهد بود. عالیه. خب پس با اولی شروع کنیم. نگهداری واکنشی. این خیلی ساده است، درسته؟ یعنی عملاً هیچ کاری نمی‌کنیم تا دستگاه خراب بشه. آره دیگه. دست رو دست میذاریم، خراب که شد بعد میریم سراغ تعمیر یا شاید تعویضش. منبع مثال خوب داشت، مثل مایکروویو توی خونه. بله بله. تا کار میکنه کسی کاری به کارش نداره. خرابم که شد، حالا یکی دو روز چند روز بدون مایکروویو میمونیم تا درست شه. شاید فاجعه نباشه. تو خونه شاید نه، ولی تو صنعت وای میتونه فاجعه باشه. منبع خیلی خوب به این اشاره کرده بود.
شما فرض کنید یه دستگاه خیلی مهم، مثلا یه فرستنده فشار توی یه پالایشگاه نفت یهو از کار بیفته. حتی چند دقیقه توقف که بهش میگن داون تایم یا زمان از کار افتادگی، یعنی زمانی که خط تولید خوابیده، میتونه راحت صدها هزار دلار ضرر بزنه به شرکت. صدها هزار دلار فقط برای چند دقیقه توقف؟ بله. برای همین روش واکنشی هر چقدر هم ساده باشه برای صنعت اصلا مناسب نیست. ریسکش خیلی بالاست. کاملا منطقیه. خب این ریسک بالا ما رو میرسونه به روش دوم، یعنی نگهداری پیشگیرانه. این روش سعی میکنه جلوی اون ریسک رو بگیره، درسته؟ دقیقاً. اینجا دیگه منتظر نمیمونیم دستگاه خراب شه. طبق یه برنامه زمانی مشخص، مثلا هر 6 ماه میریم سراغ دستگاه، بازرسیش میکنیم، شاید یه سری قطعات رو عوض کنیم، حتی اگه سالم به نظر برسن. خب این خوبه دیگه، یعنی جلوی اون توقف‌های یهودی و پرهزینه رو میگیره. درسته. مزیت اصلیش همینه. شما زمان تعمیرات رو میتونید برنامه‌ریزی کنید، مثلا برای آخر هفته که تولید کمتره. پس مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که همونطور که منبعم اشاره میکنه، یه جورای زیادی محتاطانه عمل میکنه. شما قطعات رو بر اساس یه برنامه عوض میکنید، نه بر اساس اینکه واقعا چقدر کار کردن یا وضعیتشون چطوره. یعنی ممکنه یه قطعه‌ای که هنوز کلی میتونسته کار کنه رو عوض کنیم؟ دقیقاً. اینجوری یه بخشی از عمر مفید و قابل استفاده دستگاه راستش هدر میره. خب اینم بهینه‌ترین حالت نیست از نظر هزینه پس. نه دیگه، گرچه خیلی بهتر از واکنشیه ولی هنوزم جای بهبود داره. و همینجاست که روش سوم یعنی نگهداری پیشبینانه وارد میشه. آها، این همونه که گفتید هیجان انگیزه. بله. یعنی نه صبر میکنیم خراب شه، نه خیلی زود دست به کار میشیم. سعی میکنیم بفهمیم کی قراره خراب شه. دقیقاً. پیش بینی میکنیم زمان احتمالی خرابی رو و تعمیرات رو برنامه‌ریزی میکنیم درست قبل از اون لحظه. به قول منبع انگار داریم تقلب میکنیم، آینده رو میخونیم. یه همچین چیزی. جذابیتش همینه. هدفش اینه که به یه تعادل عالی برسه. یعنی همون زمان از کار افتادگی یا داون تایم رو به کمترین حد ممکن برسونه، هم عمر مفید دستگاه رو تا جای ممکن زیاد کنه. خب چجوری این کار میکنن؟ چطور پیش بینی میکنن؟ با بوی بلورین؟ نه دیگه، با داده. حجم خیلی خیلی زیادی از داده. منبع توضیح میده که این کار با تحلیل. حالا من رد دارم میشم. ببینید هم مینتیننس ریاکتیو، هم پریونتیو و هم پردیکتیو رو در واقع اینجا داره چیز میکنه که این یه مقداری مرسوم شما با کاندیشنال مانیتورینگ، با دیتاهای لرزش، نمیدونم صدا و انواع اقسام اطلاعاتی که از تجهیزات دارید میتونید انجام بدید. اینجا هم بزنید چند تا کیس واقعی رو ببینیم. سلام به شما. امروز داریم یه نگاه دقیق‌تر می‌اندازیم به چند تا مطالعه موردی. اینها نشون میدن که هوش مصنوعی چطور داره توی صنعت نفت و گاز استفاده میشه. هدف اینه که شما خب خیلی سریع با مهمترین کاربردها دستاوردهاش آشنا بشید بر اساس منابعی که دارید. خیلی خوب، پس شروع کنیم. دقیقاً. و نکته جالبش اینه، ببینید اینها فقط ایده نیستن دیگه. یعنی این مطالعات نشون میدن شرکت‌های واقعی واقعاً چطور دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. از همون اول یعنی اکتشاف تا تولید و حتی خب خدمات مشتری و نتایج ملموس هم گرفتن. کاملا درسته. مثلا شرکت سونکر رو در نظر بگیرید. اونها با یه پیچیدگی فوق‌العاده‌ای توی عملیاتشون مواجه بودن. فکر کنید بیش از 87,000 سنسور. 87,000 تا خیلی زیاده. خیلی زیاده. انگار بخواید همزمان به حرف این همه آدم گوش بدید. اونها اومدن یه مشاور هوش مصنوعی ساختن به اسم SWL Advisor. جالبه که با بیش از 100 تا مدل هوش مصنوعی کار میکنه و اینجا تازه اصل ماجراست. خب این سیستم دقیقاً چیکار میکنه؟ یعنی فایدهش چیه؟ ببینید این سیستم میتونه ناهنجاری ها رو همون لحظه که اتفاق میفتن تشخیص بده و حتی رویدادهای خیلی بحرانی رو تا 1 ساعت قبلش پیش بینی کنه. 1 ساعت قبل؟ این فوق‌العاده است. بله، پتانسیل صرفه‌جوییش میگن $10 میلیون در ساله فقط با همین پیش بینی‌ها. این خب یه نمونه خیلی خوبه که نشون میده هوش مصنوعی چطور با این حجم وحشتناک داده کنار میاد.
داده‌هایی که خب تحلیلش برای ما آدما تقریبا غیر ممکنه دیگه. این البته چالش بخش عملیاته، ولی قبل از اون چی؟ توی مرحله اکتشاف چطور؟ سوال خوبیه. این ما رو میرسونه به یه شرکت دیگه، NEP. آها، NEP. بله. اونها یه پلتفرم دارن به اسم کشف شناختی، Cognitive Discovery. در واقع کاری که میکنه اینه که انواع داده‌ها، مثلا زمین شناسی. حالا من رد میشم ببینیم مثال‌های متعددی وجود داره، یوز کیس‌های بسیار متعددی وجود داره از صنایع در بخشایی که به نظر من مرتبط با حوزه‌های فعالیت شماست. شرکت بی پی، شل، شورون، نمیدونم اکسون موبایل، توتال و آرامکو، اینا همه ببینید از بحث سرعت در تحلیل داده ها، کاهش زمانهای توقف، کاهش هزینه ها، افزایش افیشنسی، احیانا کاهش حوادث، در جاهای مختلف کیساش وجود داره. اینم رفرنسش هست، من رفرنسشو میتونم خدمتتون بدم سر فرصت چیز بشه. احیانا اگر جلسات دیگری با کارشناسان باشه اونجا یه مقداری میتونیم بریم به جزئیات، نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیریم. یا شرکت اکسون موبایل تونسته با یک دیتا پلتفرم مدرنی زمان در واقع حفاری رو کاهش بده از مثلا توی کیسی از 9 تا 7 ماه. خیلی اینا مهمه، انقدر که ما بتونیم زمانها رو بیاریم. یا شل برای در حوزه نیروی انسانی یه دونه AI رزیدنسی پروگرام داره که بهترینا رو دنیا رو میگیره، در واقع 2 سال آموزش میده. وقتی که 2 سال تو این حوزه ها اینا رو آموزش بدی، از روز اول وقتی کسی رو استخدام میکنن دیگه بهش کار میدن، یعنی بدون اینکه فرصت باشه این آموزش های لازم رو ببینه. بعدی زمان تونسته کاهش بده از 9 به 7 زمان پلنینگ بود. بله. عدد قشنگیه برای ماها. زمان پلنینگ یک چاه رو از 9 ماه به 7 ماه تونسته کاهش بده. ما واقعا زمان پلنینگ حفاری بود داستان. حالا اطلاعات رو هست، اطلاعات رو میدم خدمت کنم. این بسیار جالبه. این هست AI Preparedness Index، بهش من AIPI. این ضریب پذیرش هوش مصنوعی در کشور هاست. این هم بسیار پروژه عظیمیه، گزارشش خیلی مفصله. من سعی کردم گزارش رو همه رو توی یه صفحه بیارم براتون، لینکش هم اینجا هست. من دیتاها رو از این در آوردم، از مال گزارش IMF. جالبه ببینید مقام اول اسکور AIPI مال سنگاپور با 8 دهم، آلمان 75 صدم، ترکیه 55 صدم، ایران 38 صدم. ببینید 38 صدم، 55. این داده ها با داده های حکمرانی، با داده های رگولاتوری و افکتیونس دولت که بانک جهانی سالیانه گزارش میده و با GDP های ما یه کورلیشن داره دیگه. یعنی حالا ببینید جالبه، این سنگاپور رو بذاریم کنار، این ستاره هم بذاریم کنار، متوسط دنیا نیمه. متوسط کل این فکر کنم اینا یه سوالوشو مثلا 200 تا کشور رو بررسی میکنه. کشورهای ایمرجینگ میشه نوظهور دیگه، نه؟ اقتصادهای نوظهور 48 صدمه، ما 38 صدمه. 4 تا هم مؤلفه داره. این مؤلفه اول دیجیتال اینفراستراکچر، مؤلفه دوم HR تقریبا هیومن کپیتال اند لیبر پالیسی، نیروی انسانی و سیاست‌های نیروی کار، سیاست‌های وزارت کارشون. سوم اینوویشن و اکانومیک اینتگریشن. ببین چهارم باز رگولاتوریه. وقتی ما صحبت رگولاتوری میکنیم اتیکس داخل رگولاتوریه، دقت میکنید؟ یا دولت در داخل رگولاتوری. بسیار گزارش رو لینکش رو دوستان اگر علاقمند باشن
میتونن برای همه کشورها رو ببینن، دیاگرام های اینتراکتیو داره، دیتا های اکسلش هم خیلی از اینا وجود داره. مکنزی ببینیم چی میگه. مکنزی داره میگه که مطالعه‌ای که انجام داده سال 2025 داره میگه 78% در واقع دارن از AI استفاده میکنن، 22% هنوز استفاده نمیکنن. خب اینم جالبه، میگه که 35% آگهی های شغلی مرتبط با AI رو درش یه افزایش میبینن. جالبه که خیلی ها نگرانن شغلاشون از دست بدن. من البته فکر میکنم که اونایی که نگرانن همیشه از من سوال میکنم، میگم نه، اگر ما الان شروع بکنیم به یادگیری مهارت‌های جدید شغلمون رو از دست نمیدیم. در شغلای جدیدی که ایجاد میشه ما مهارت جدید یا نقش جدید پیدا میکنیم. ولی خب طبیعیه کسی که یاد نگیره، نخواد با جاده بپیچه، خود دیگه مجبوره که همونجا بمونه. خب سرمایه گذاری امسال 2025 124.3 میلیارد دلار، 78% افزایش نسبت به سال پیش. عدد وحشتناکه دیگه. عددا هم عددای واقعی گزارش مکنزی، گزارش هم اینجا وجود داره، شما خودتون میدونید این گزارش رو ببینید، چون من خیلی این گزارشات رو بالا پایین کردم. ضمناً تمام صداهایی که اینجا شنیدید همش با هوش مصنوعی انجام شده. فارسیش هم میشه نمره 18 از 20 بهشون داد. حالا یه اشتباهاتی هم داره، البته روش‌هایی هم وجود داره به تصحیح اشتباهات. ما میتونیم اشتباهات رو تصحیح بکنیم، به عنوان یه خوراک جدید بهش بدیم، توی مرحله بعدی اینو تصحیح بکنیم. خب AI الان دیگه دو جور شده، یکی ترادیشنال، در حالی که AI خودش مدرنه ولی تقسیم بندی میکنن AI ترادیشنال و ایجنتیک. AI ترادیشنال آنالیز میکنه داده ها رو و تشخیص میده الگوها رو و پیش بینی، ولی ایجنتیک دیگه کارا رو هم خودش انجام میده. انگار که شما با یه عامل هوش مصنوعی دارید کار میکنید، میخواید برید مسافرت، فقط بهش میگید من میخوام برم مسافرت، میره بلیط رو پیدا میکنه براتون، بلیط رو رزرو میکنه، هتل رو رزرو میکنه، همه کار رو انجام میده، یه اجازه هم ازتون میگیره به حسابتون دسترسی داشته باشه، همه کار رو براتون انجام میده، شیک آماده. خیلی وقتا انجام این کارا تا هستین جای پشتیبانی کار دشواری. و رشد ایجنتیک 2025 گفته 985%. ببین چند برابر شده این عامل‌های هوش مصنوعی. خب پیشرفته عمدتاً در حوزه مالتی مودالیتی، دنبال مدل‌های افیشنتن، خیلی‌ها دنبال مدل‌های کوچولوی جمع جورن، بشه رو کامپیوترها ران کرد. مثلا این خیلی از این اوپن سورس ها رو شما رو کامپیوترهای چیز میتونید خود طبیعتاً دنبال این هستن که بهتر بتونه بفهمه، بهتر بتونه استدلال بکنه و اینم از اون بحث هاستا. دنبال اینن که AI درست بکنن که مسئولیت پذیر باشه، ریسپانسیبل باشه، پاسخگو. چالنجایی هم طبیعتاً وجود داره، چالنجای اخلاقی، چالنجای مدیریت و مدیریت داده هاست و امنیتشون. در واقع حالا دولت ها دیگه شروع کردن، دولت ها آروم آروم شروع میکنن مقررات گذاشتن. تو کشورهای جهان سوم میان مقررات کشورهای جهان اول رو میذارن، کسی نتونه از روش بپره، مجبوره چیکار کنه؟ سوراخ بکنه. همینه دیگه، درد ما اینه. ما فکر میکنیم که مثلا یه استانداردی رو باید برداریم، اون استاندارد رو عیناً پیاده بکنیم، در حالی که پیاده سازی استاندارد شما باید ببینید که ظرفیت‌های علمی، فنی، فناوریتون چیه. بحث بعدی هم مباحث کپی رایت و بحث‌های ایمپکت‌های انوایرمنت. ببینید این مدل‌های سنگین مصرف انرژیشون بسیار بالاست. پیش بینی میکنن تا سال 2030 مسئول 11% فوتپرینت جهانی همین دیتا سنترها باشن. وحشتناک این برق مصرفی این دیتا سنترها. خب حالا سوال دیگه، میگه آیا ما باید بریم سراغ مدل‌های کوچیک اوپن سورس یا مدل‌های بزرگ؟
هر شرکتی بسته به شرایطش باید تصمیم بگیره. من یه تعدادی اکتیویتی هم پیش بینی کردم، ما زمان داریم هنوز. ببینید این اما جی او که میگن همین این آوت میگه شما مدل های هوش مصنوعی همه چی بستگی داره شما به عنوان متقاضی چه اطلاعاتی بدی و اطلاعات چقدر معتبر باشه. اعتبار اطلاعات ورودی میتونه برای شما شما اگه بخوای گاربیج بهش بدی خب گاربیج تحویل میگه، مدل کاری نمیکنه. مدل این یه چرخ گوشته، گوشت بهش بدی چرخ میکنه، هر چی دیگه بدی چرخ میکنه دیگه. الگوریتم کار یه بلک باکسیه که داره چرخ میکنه، بسته به اینی که شما چی بهش داری میدی، هر چی بهش میدی اونو براتون انجام میده. در ابزارهای هوش مصنوعی در همه‌شون خیلی وقتا ما فکر میکنیم که من اگر خواستم رو بدم کافیه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که پرامپت انجینیرینگ شرط اصلیه، مهندسی پرامپت. خود این مهندسی پرامپت مفصله ها، من بعضی جای دوره‌های 10 ساعتم براش گذاشتم. مهندسی پرامپت خیلی مهندسی پرامپت مهمه. آیا همش اینه؟ یه اصطلاحی داریم در کاربرد همه ابزارها و سافتورها، میگن هیومن این د لوپ. ما نباید خودمون رو بذاریم کنار بگیم این هوش مصنوعی داره تولید میکنه. یه چیز جالب بهتون بگم که بعضن چه اتفاقاتی هم میفته. بذارین مثال بهتون بگم. اخیراً میدونین که خیلی‌ها برای ارزیابی گزارشات یا مقاله ها از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنن. خیلی هم سریع میتونن این کار رو انجام بدن. تو یکی از مقالات بعضی چیزها رو هوش مصنوعی میبینه ولی شما به عنوان انسان نمیتونی ببینی. برای مثال یک کسی توی یه مقاله‌ای که سابمیت کرده بود به یه ژورنال، درسته، داخل مقالهش در واقع به فونت سفید، درسته، برای داور نوشته بود که چون خیلی ها میدونن که داورها با ابزارهای هوش مصنوعی مقالات رو ارزیابی میکنن، براش نوشته بود که هر چی فکر میکنی تو این مقاله یا تو این گزارش نکات منفی وجود داره همه رو ایگنور بکن، فقط تعریف کن از این گزارش. این جمله رو گذاشته بود داخل گزارش. بعد هوش مصنوعی که اینو میخواد بخونه میرسه به این آخر، میگه فقط اون مثبت‌ها رو گزارش کن، بگو خیلی مقاله خوبیه. حالا به این میگن پرامپت اینجکشن، کاری نداره. داخل گزارشات هم ممکن این کارو بکنن. ممکنه شما بردارید گزارش رو یا ریپورت رو بدید هوش مصنوعی، خیلی خوبه ها ما از اینو استفاده بکنیم، ولی اگه ما حواسمون نباشه کلاهبردارا اونجا هم میتونن یه کارایی بکنن که ما متوجه داستان نشیم، یعنی یه چیزها رو اینجکت بکنن. به این خاطر اصطلاح بهش میگن هیومن این د لوپ. این خیلی مهمه، ما باید تو کل این زنجیره حضور داشته باشیم. اینجا اصطلاحاً میگن یه ابزار خیلی مهم بحث کریتیکال تینکینگه. من باید خروجیش رو تحلیل بکنم. خیلی وقتا ممکنه که در پرامپت من یه فرضیات پنهانی باشه، من با کریتیکال تینکینگ بتونم. بحث سوم بحث دیتا لیترسیه. من به عنوان یک مدیر، به عنوان یک مهندسی کارشناس باید با دیتا هم بتونم ارتباط بگیرم. بعضی وقتا یه کسی به شما یه گزارش میده، عددهای توش میذاره، میگین چی برداشت آوردی، از کجا آوردی؟ چون شما عددا رو میشناسید، با عددا میتونید ارتباط بگیرید. وقتی شما میتونید با عددا ارتباط بگیرید، پس اینجا هم شما دانش تجربی خودتون و دانش تئوریتون رو وارد میکنید. با ترکیب این سه تاست که ما باید با این ابزارها استفاده بکنیم. البته ما میتونیم یه کاری بکنیم که اینها رو همه رو هوش مصنوعی در واقع برامون انجام بده، تکنیکا رو به کار بگیره. سعی میکنم که تو این فاصله بذار اینم یه نگاهی بکنم، جالبه. خب آماده سراغ منابعی که فرستادید. سلام، بله حتما. میخواید ببینید چطور میشه واقعا حرفه‌ای از هوش مصنوعی استفاده کرد، نه فقط یه جواب گرفتن ساده. درسته. هدف اینه که بفهمیم چه مهارت‌هایی واقعا لازمه. منابع شما روی 3 تا مهارت کلیدی تمرکز داشتن. برید بازش کنید. دقیقاً.
ببینید برای اینکه هوش مصنوعی فقط یه جواب سطحی نده بلکه یه تحلیل عمیق‌تر بده. این صداشو میشه زیاد کرد؟ بفرمایید. اولیش اینه که چطور سوال بپرسید، یعنی همون مهندسی پرامپت. دومی تفکر انتقادی که جوابا رو بسنجید. و سومی هم سواد داده، یعنی با داده ها چطور کار کنیم. خیلی هم خوب. خب با مهندسی پرامپت شروع کنیم. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی اینکه یاد بگیریم چطور سوال‌های واضح، هدفمند و با جزئیات کافی بپرسیم که بهترین جواب رو بگیریم. بله، فقط گفتن درباره بازار مسکن بگو فایده نداره. باید دقیق بگید کدوم بازار، چه زمانی، چیش مهمه براتون، قیمت، اجاره. میفهمم. پس جزئیات خیلی مهمه. بله. جالبه. پس فقط چی پرسیدن نیست، چجوری پرسیدن هم هست. و خب بحث زمینه دادن به هوش مصنوعی هم همینجاست انگار. دقیقاً. زمینه دادن خیلی مهمه. ولی خب سوال خوب پرسیدن تازه قدم اوله. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که با جوابی که گرفتیم چی کار کنیم. اینجاست که میرسیم به تفکر انتقادی. تفکر انتقادی؟ آها. که معمولا فکر میکنیم یعنی فقط غلط گرفتن. نه، خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. منابع شما هم چند تا جنبه کلیدی رو گفتن. اولش تشخیص مفروضات پنهانه. مفروضات پنهان؟ یعنی چی؟ یعنی ببینید هوش مصنوعی جواباش رو بر اساس یه سری داده و الگو میسازه که اینا خودشون یه سری پیش‌فرض دارن. مثلا ممکنه جوابش بر اساس این فرض باشه که روندهای فکر. حالا بذار من خودم توضیح بدم سریع، چون ویدیو ممکن صوت ممکن طول بکشه بعداً ببینید. پس ببینید داره میگه که این نیست که شما بگید من فقط سوالمو دارم ترمیم. این عبده کارهایی است که ما تو زندگی روزمره هر مدیر انجام میده. هر مدیر باید بتونه کار رو خوب ارجاع بده. چون ما نتونیم کار به مدیر میانی یا کارشناس خوب ارجاع بدیم، درسته؟ و یا نتونیم کاری که برای ما بیاره اون کار رو بتونیم بفهمیم، خب خیلی معلومه راحتی میتونه سر ما کلاه بذاره. الان مثلا اتفاقی که مثلا تو دانشگاه ها میفته، دانشجو میاد با گوشی خودش سوالات امتحانی رو اسکن میکنه، میره چت جی پی تی جوابم مینویسه، سر 20 دقیقه از کلاس میاد بیرون. با این استادا با ابزارها آشنا نیستن، مثلا نمیدونن این ابزارها چیه. کاری که قدیما میکردن، اون زمانایی که قدیما تازه زبانهای برنامه‌نویسی اومده بود، خیلی از این دانشجوها میرفتن خروجی جوابها رو توی فایلی تایپ میکردن، میگفتن این استادی خروجی برنامه است، در حالی که اصلا برنامه‌ای وجود نداره. این خیلی مهمه، چون بحث‌های کریتیکال تینکینگ مهمه که من بتونم اون کسی که برای من گزارش میاره چه خودش آورده، چه گزارش رو با این ابزارها استفاده کرده، بتونم ارتباط بگیرم باهاش. دیتاهایی که درش وجود داره بتونم این دیتاها رو بسنجم، ارزیابی بکنم و در صورت لزوم ما این اصطلاحاً بهش میگیم باید آیتریت بکنم. بذار ما از این رد بشیم. خب یکی دو تا اینجا اصطلاح هست، بذارید من بهتون بگم این اصطلاحات رو. یه اصطلاحی ما داریم به اسم هالوسینیشن. هالوسینیشن یعنی توهم یا جعل اطلاعات. ابزارهای عمومی هوش مصنوعی که از دیتاهای پریترین شده استفاده میکنن، جاهایی که کم میارن یه چیزی ممکنه بسازن. ممکنه یه چیزی رو مثلا رفرنسی وجود نداره ولی سرهم میکنه رفرنس رو. پس ما باید خیلی حواسمون باشه جایی که مدل داره از دیتاهای عمومی اینترنت داره استفاده میکنه ممکنه هالوسینیشن انجام بده. مدل های عمومی ریت هالوسینیشنشون بالاست، ولی مدل هایی که امروز یکی رو معرفی خواهم کرد با داده های خود شما کار میکنه، اگر داده هاتون معتبر باشه مدل جوابای معتبری میده. دوم گفتیم این مدل ها مالتی مودال و مالتی لنگوالن، یعنی دیگه بریری به اسم در واقع زبان وجود نداره. چینی، اسپانیولی، فرانسه، هیچ بریری به اسم زبان وجود نداره. بعد مالتی مودال، خیلی وقتا یه کسی یه فایل بهتون میده، فایل رو به مثلا ورد میده، میگه نمیشه بهم پی دی اف بدید، نمیشه شکل بدید، نمیشه مثلا صوت بهم بدید. اینجا هرچی بدی یعنی شما همه نوع خوراک رو از تون میپذیره. این خیلی مهمه. زبان خروجی رو شما انتخاب میکنید. خیلی از اینا
هم ورودیشون مالتی لنگواله، هم خروجیشون میتونه به چند زبان به شما بده و خوشبختانه خیلی از فارسی هم پشتیبانی میکنن. بحث بعدی اینه که میگه در واقع یک حجم عظیمی از دیتاهای پراکنده رو تبدیل میکنه به یه پاسخ منسجم. اینجاست که ما میتونیم یه سوال مطرح بکنیم: تفاوت گوگل مثلا با چت جی پی تی چیه؟ شما وقتی توی گوگل سرچ میکنی شما رو سرگردان میکنه، یه حجم عظیمی از لینک ها رو بهتون میده. خب کی میخواد از اینا مطلبش رو در بیاره؟ در حالی که چت جی پی تی برای سوال شما یک پاسخ میده. الان در گوگل اگر در خود آمریکا مود AI، مود گوگل هم فعال شده که خودش هم یه جواب بهتون میده بر مبنای جمنای، یعنی هوش مصنوعی داخل سرچ انجین هم رفته. خب من 3 اکتیویتی پیش بینی کردم اینجا. یکی یه ابزاری به اسم نوتبوک LM رو میخوام معرفی بکنم. اگر باش آشنا بشید و حتما هم کار میکنید، این میشه همکار دائمی شما. چرا؟ چون شما با حجم عظیمی از اطلاعات روزانه دارید کار میکنید. باید خلاصه بکنید، باید تحلیل بکنید، باید گزارش از توش در بیارید، باید خلاصه مدیریتی از توش در بیارید، باید تایملاین در بیارید و 1000 تا چیز دیگه. یا نه فکر کنید این جلسه رو امروز کامل ضبط کردید، دیگه نمیخواد آدم بشه اینو خلاصه کنه. کل ویدئوی جلسه امروز رو میتونید بدید به این ابزار، براتون خلاصه مدیریتی در بیاره، چکیده در بیاره، صورت جلسه در بیاره، اکشن هایی که باید گرفته بشه در بیاره. همه اینا رو میتونه چیکار، انواع اقسام تحلیل ها رو میتونه انجام بده. بذار من برمیگردم به اینا، میخوام سریع بحث رو جمعش کنم. بحث دوم، یه چیزی میخوام بهتون توی چت جی پی تی میخوام یک دستوری رو براتون معرفی کنم که خیلی به درتون میخوره. دستور چی؟ اینجام نوشتم. توی یه پرامپت انواع تکنیک ها داره، حالا اینو میذاریم سر فرصت روش صحبت. یه متنی من اینجا براتون نوشتم تحت عنوان اوتو پرامپتینگ. اینجا من به چت جی پی تی رول میدم، میگم تو مهندس پرامپت منی، تو پرامپت انجینیر منی، تو وظیفت اینه که با من ارتباط بگیری، بهترین پرامپت رو بسازی برای من. این شما فقط کافیه این رو کاتن پیست بکنید اونجا، آخرم که تموم شد بگید دان. ببین چیکار میکنه این. من بهش گفتم که شما مهندس پرامپت منی. رول دادن خیلی مهمه. خیلی وقتا شما بگو شما مدیر عامل این شرکتی، شما رئیس منی، شما پزشک منی، شما معلم منی. وقتی بهش رول میدی، میگم که هدف اینه که به من کمک بکنی که من بتونم بهترین پرامپت رو بنویسم برای نیازم. درسته؟ بعدن این پرامپت رو شما میخوای استفاده کنی، میگی این مراحل طی بکن. میگه تو ابتدای کار از من سوال کن که من در مورد چی میخوام پرامپت بنویسم. درسته؟ میگه من به شما جواب خواهم داد. بعدم میگه اینو با یه فرایند آیتریشن، یعنی هی میگه شما سوال بپرس، من بگم نشد، برو دوباره اصلاحش کن تا پرامپت رو اصلاح بکن. تا کجا میری؟ تا جایی میری تمام سوالات از من میپرسی. بعد ببینید میگه based on my input you will generate 2 sections revise prompt. میگه وقتی که از من سوالو میگیری یه پرامپت تولید بکن، زیرش هم سوالات از من بپرس. من که به سوالات جواب دادم، تو پرامپت دومو تولید کن. اگه سوال داری از من بپرس، نه پرامپت سومو تولید کن. 2-3 چرخه میچرخه. ببین میگه we will continue this iterative process with me providing additional information to you and you updating the prompt in the revised prompt section until I say we are done. شما میگی تموم شد. پرامپت شیک تر و تمیز و خوشگل رو براتون میاره. درسته؟ هر کاری که میخواید الان انجام بدید اینو ممکنه شما برای خودتون 10 تا پرامپت یه لایبرری داشته باشید مال خودتونه. فقط شما مثلا در روز یه سری کار رو انجام میدی با یه پرامپت. بعد مثلا اینجا مثلا فکر کنید شما گفتی که این 10 تا گزارشی که بهت میدم، از این 10 تا گزارش 4 تا برای من منحنی تولید کن از داده های کم میشه. یه پرامپت میدی، 10 تا گزارش رو بهش میدی، جدوله میاد بیرون بعدش.
انقدر این تو کارهای مدیریتی، مثلا بخش HR، همه آیین‌نامه ها رو میذاره اینجا، هر کس سوال داره، چون این خیلی از اینا مدارک شما رو هوشمند میکنه. حالا بذار من از اینم بگذرم برم بعدی. بحث بعدی که میخوام بهتون، ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم گاماست. گاما ابزار فوق العاده است برای تولید پرزنتیشن. فایل رو میدی، پرزنتیشن فایل PDF میدی، لینک میدی، تکست میدی، برات در واقع پرزنتیشن تمیزا بر مبنای متن میره، متناسب با اون متن براتون تصویرم جنریت میکنه. از یک ورک فلوی پیچیده این ابزارها استفاده میکنه. ابزار فوق العاده چیزی است. حالا یکی نوتبوک LM، یکی چت جی پی تی، یکی گاما به عنوان سمپل. ولی بذار من جمع‌بندی بکنم، بعد برگردم رو اون اکتیویتی تو این زمانی که کمی که ما داریم. جمع‌بندی این اسلاید اینه که این گزارش مال PwC میگه اگه $1 روی AI بذاری سال 2030 $10.47 برداشت میکنی. این نشون میده که سرمایه‌گذاری رو AI چقدر مهمه. ولی جالب این شرکت ارنست یانگ، شما حتما باهاش آشنا هستید، از اون شرکت‌های EPC که پروژه‌های مالتی چند میلیاردی اجرا میکنه. جالب، یه جمله جالبی اینجا وجود داره، میگه بریر این نیست که شما بگی من مهارت یاد میدم، من پول میذارم، من آپ اسکیل میکنم، من کارهای متعدد انجام میدم. میگه مهمترین بریر فرهنگی است. همینجور گفتیم که فرهنگ داده محور، این که آماده بشیم ما برای پیچیدن، مثل همین ماجرای جنگ چالدران که ایران شکست خورد به خاطر اینکه با ابزارهای روز نمیخواست به جنگ، جاده پیچیده بود، این نمیخواست بپیچه. خب یکی از نگرانی ها بحث مصرف انرژی این سیستم هاست که من روش صحبت نمی کنم. یک گزارش مفصلی آژانس انرژی منتشر کرده، بسیار گزارش خوبیه. حالا داره میگه اگر AI بخواد رولهای جدید رو بنویسه، کی آماده هست رهبری بکنه؟ به نظر من شما، شرکتی به عظمت شما، هلدینگی به بزرگی شما در ایران به راحتی میتونه در منطقه لیدر باشه. از من میخوای عکس بگیری؟ از دوستان بگیر، از پشت سر من عکس میگیری بگیر. اینو دیگه روشنه نه؟ یا شما اونو زیر میگیری یا اون شما رو زیر میگیره. بالاخره این داره میره. اگه ما خودمون رو تطبیق بدیم، تطبیق دادیم، تطبیق ندادیم، در واقع ما رو میذاره کنار و مسلط میشه بر ما. خب استفاده مسئولانه و مسائل ساستینبیلیتی، فکر میکنم این دوتا رو، این خیلی خوب این پیغام رو به ما داره منتقل میکنه. اینم من یه کانالی دارم تحت عنوان خانه هوش مصنوعی برای مدیران، اونجا خیلی از اطلاعات رو معمولا به روز میذارم. دوستانم هر فرمایشی داشته باشن من در خدمتشون هستم. ما زمان چند دقیقه ما زمان در اختیار داریم؟ آره، اگر اجازه بدید من نوتبوک LM رو یه معرفی اینا رو بکنم. مال چت جی پی تی رو عین اون پرامپتی که من بهتون دادم ببرید بذارید تو چت جی پی تی، بعدش باش کلنجار برید. به اون میگن در واقع اون پرامپتی که من بهتون معرفی کردم بهش میگن یک پرامپت طلایی، یعنی خودش داره براتون، حتی پرامپتتون هم خودش براتون انجام میده. دیگه چیکار میکنید؟ خب بذارید من چیز رو براتون معرفی کنم. ببینید این ابزارهای مجانیش یه سری کارا رو انجام میده ولی گرون هم نیستن. همین نوتبوک LMی که من میخوام خدمتتون معرفی کنم $20 در ماهه، ولی پکیجش رو کسی بخواد تهیه بکنه پکیجش $33، شامل نسخه پلاس نوتبوک LM، نسخه پلاس جیمینای، نسخه اگر با میت google.com کار کرده باشین که برای جلسات میتونین جلسات طولانی داشته باشین، جلسات با کیفیت بالا ضبط میکنه. 2 ترابایت هم فضای ابری بهتون میده. کل این پکیج
$33 آمریکاست. مال چت جی پی تی حدود $23 با مالیاتش. حالا همه اینا رو هم به لطف مسئولین ما یه وی پی ان خیلی خوبم میخواد دیگه. یه وی پی ان خوبم مثلا ماهی سالی $100 باید روش بدیم. خب بذارید من اگر اشکالی نداره، من خیلی دوست داشتم برای اینکه شما هم بتونید سوال بپرسید، احتمالاً خیلی سوال تو ذهنتون هست. خب ما الان اگر اینترنت داریم دیگه، ببخشیم ما اینجا هم باید به وی پی ان وصل بشیم. خب خوشبختانه شما وضع اینترنتتون خیلی خوبه، سریع وصل شد. خب ابزاری که من امروز میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست نوتبوک LM. این نوتبوک LM شما وقتی که بهش وارد میشید notebooklm.google.com با گوشیاتون هم میتونید وارد بشید. یک نسخه اپ داره که قابلیت‌هاش محدوده، ولی اگر از براوزر وصل بشید میتونید برید اون بالا یه دونه چیز جدید ایجاد بکنیم. بذار ما همین الان یه چیز جدید ایجاد بکنیم. من حتی اینم بتونم بهتون بگم. ببینید وقتی که شما وارد نوتبوک LM میشید، ببینید نوتبوک LM که وارد میشید اون بالا یه اسم میدید. شما میتونید مدارک خودتون رو اینجا بذارید. مثلا فکر کنید که من مدیر 10 تا گزارش برام اومده، هر کدوم 300 صفحه. فردا هم باید برم یه جلسه اینو گزارش بدم. چجوری باید بخونم اینا رو؟ درسته؟ به دفتر یاد میدم، این رو آماده میکنه. یک وایس 10 دقیقه آماده میکنه. تو ماشین که دارم میرم خونه نکات مهمش رو من سریع میتونم چیکار کنم؟ کپچر بکنم. من اینجا میتونم اد بکنم، ریسورس ها رو اضافه بکنم. چه ریسورس هایی میتونم؟ فایل پی دی اف مالتی موداله، تکست، HTML، همه جور وایس، ویدئو، لینک اینترنت، ویدئوی یوتیوب و متن. همه اینا رو من میتونم اینجا آماده کنم. دومیش هست دیسکاور. وقتی من دیسکاور رو بذارم خودش میره از جیمنای سرچ میکنه. بذارید ما یه کار سریع اینجا انجام بدیم. ممکنه مدرک اینجا. ببین من میرم سراغ دیسکاور. فقط ببینید می‌نویسم پترو پارس فرصت‌ها و چالش‌ها. ببین همینا. اینجا هم باید پرامپت خوب بنویسیم چون باکسه. این میره خودش یه سری سورس برای من پیدا میکنه، میاد تو سورس های من. ببینید اومد یه سری سورس ها رو در مورد پترو پارس آورد. من اینجا میتونم بهش بگم با این پرامپت من اینجا یه پرامپت خوب بگم برو فقط از مراجع چینی بیار، برو از فرانسوی بیار، برو از آلمانی بیار. حالا من اینا رو اگر بردارم اینجا، در واقع اینا رو همه رو میاره تو سورس اضافه میکنه. من هم میتونم سورس رو خودم بدم، هم میتونم سورس های دیگر رو بهش بدم. وقتی من سورس ها رو اینجا دادم دونه دونه اینا رو چک میکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ این سورس های من شدن هوشمند. انگار همه سورس ها رفته توی مغز یه آدم، جلو من وایساده، هر سوالی میپرسم به من داره جواب میده از این سورس ها. این 10 تا سورس رو داره چک میکنه، بلا فاصله یه خلاصه از من داد از اون 10 تا سورس. حالا البته این چپ راستی همیشه اذیت میکنه. یه دونه افزونه توی کروم هست، به اسمش هست اوتو رایت تو لفت یا لفت تو رایت سویچر که چپ راست رو درست میکنه. فونت های چیز انگلیسی چیز مخلوط نمیشه. این متون عمدتاً صنعت نفت و گاز ایران بررسی میکنن با چالش و فرصت پوش این بخش حیاتی. بعد نهایتاً میاد این توضیحات رو اینجا میده. من از این میتونم یه دونه مایند مپ درست کنم، یه تصویر کلان درست کنم. میتونم ازش برم اینجا، در واقع اینجا ازش ویدئو درست کنم، ازش میتونم آدیو درست بکنم. انواع ریپورت ها رو میتونم ازش درست بکنم. این رو اگر مسلط بشید مثلا یه دونه میتونه به راحتی 10 تا 20% هزینه هاتون رو در بخش‌های مختلف کاهش بده. مثلا توی پروژه هستید، کل اطلاعات تیم پروژه اینجا وجود داره، همه میتونن دیگه باش به طور هوشمند ارتباط بگیرن. بذار من یکی دو تا از این
کار رو انجام بدم، یه دونه اینجا مایند مپ درست میکنم، یه دونه ویدیو درست میکنم، یه دونه آدیو درست میکنم. یه خورده ویدیو و آدیوش زمان میبره، یه چند دقیقه زمان میبره که در واقع درست بکنه، ولی مال اگر سرعت اینترنت خوب باشه که مال شما خوبه، ببینید این اومد در واقع از اون اطلاعات اومد برای من یه مپی درست کرد، درسته؟ پروژه ها، گروه ما، مهندسی توسعه پیشینه، تیم رهبری، اخبار فلان، تا دونه دونه که اینا رو باز کنم دوباره میره زیر مجموعه‌اش رو برای من میاره. مثلا میزنم اینجا تو پروژه ها، اون چنان باز نشد، باید باز بشه. ببینید این اومد گروه ما، شرکتات رو معرفی کرد، یا مثلا پروژه ها رو اومد معرفی کرد، تعهدات رو معرفی کرد، نمیدونم کسب و کار، هر کدوم از اینا دوباره باز میشه. شما اینو میتونید برداری بیارید. شما فکر کن که مثلا اینجا شما میتونید نوتبوک نوتبوک لنگویج مدل، شما توش میتونید 100 تا نوتبوک ایجاد بکنید. هر نوتبوک در نسخه های مجانی 50 تا سورس و در نسخه های پولی تا 300 تا سورس میتونید بدین. هر سورس تنها میتونه حدود 1000 صفحه باشه. یعنی وقتی توی نوتبوک 50 تا سورس میذارید یعنی 50,000 صفحه داکیومنت. نمیدونم پروژه ها بیش از این تعداد صفحه داکیومنت داره، معمولا در واقع قابل توجه. همه شد هوشمند. این تو کارهای مثلا حقوقی ازش استفاده میشه، چون من کارشناس رسمی صنایع نفتم هستم. تو بررسی پرونده ها، مقایسه اطلاعات، در آوردن تناقضات، تهیه قرارداد، تو همه اینا از مجموعه این ابزارها شما میتونید کمک بگیرید. بذار من زمانمون فقط کمه، من عذرخواهی میکنم اگر ما تو زمان کم نتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم. یه خورده تولید ویدئو و تولید آدیو ممکنه زمان ببره. ویدئوهاش هم بسیار جالبه، ویدئوهایی هم که داره. ویدئو فعلا به زبان انگلیسی فقط تولید میکنه، ولی شما اگر اینجا زبان خروجی رو توی قسمت ستینگ زبان رو، آوتپوت لنگویج رو فارسی بذارید، خروجی میشه فارسی، ورودیتون میشه هر زبان. یعنی تصور بکنید که شما یه مخزنی دارید، هر کسی یک چینی اطلاعاتشو به چینی میریزه، ژاپنی به ژاپنی، عربی به عربی، همه اطلاعاتشو به هر زبانی میریزن، شیرشو باز میکنید، یه مبدل اینجا وجود داره، همه رو تبدیل میکنه به زبان فارسی. حالا اون مخزنی که اطلاعات به زبان فارسی روبروی شماست، متناسب اون زبان شما برای خروجی انتخاب میکنید، چون خروجی رو ما فارسی گفتیم، میتونه انگلیسی باشه. حالا میتونید باهاش چت بکنید، ازش سوال بپرسید، انواع سوالات، و میتونید ازش انواع گزارشات رو تهیه بکنید. جالبه که اینجا یه گزینه‌ای هم داره برای تولید انواع ریپورت ها. شما میتونید ریپورت خلاصه مدیریتی تولید کنید، استادی گاید درست کنید، سوالات پرتکرار درست کنید و تایملاین. شما وقتی تایملاین ازش درست میکنید، تمام اتفاقات زمانی که در داخل اون داکیومنت های شما وجود داره میتونید این کار رو انجام بدید. این یکی از ابزارهای فوق‌العاده هست. یکی هم بگذارید من گامار. آره جانم. گفتید که خروجی کار رو میشه ازش سوال پرسید. من درست متوجه شدم. بله. ریپورت تهیه میشه، بعد چجوری باشه ارتباط برقرار می‌کنید؟ اینجا شما اینجا یه باکسی هست، تو این باکس میگه هم سوال بهت پیشنهاد میکنه، هر سوالی بود اینجا میتونی بپرسی. و اضافه میشه به اونجا یا فقط جواب میده؟ نه، میتونید جواب سوالتو جداگونه ببری به سورس اضافه کنید. باید کار بکنید. این مثلا یه 2-3 ساعت یا یه 4 ساعت کار عملی خوب میخواد این تا شما. چون امروز آقای مهندس حسینی پرام به من گفتن یه اشاره بکنم. یکی دیگه میخوام بهتون بگم، اسمش هست گاما. اگه درست نوشته باشم، ببینید این گاما، فکر کنم این سهمیه ما اینجا تمام شده، بیام چون من
نه نسخه پولیشو یه ماه گرفتم استفاده کردم دیگه نرسیدم چیز کنم. بذارید از یه براوزر دیگه استفاده کنم. این براوزر بریو هم یکی از براوزرهای بسیار عالی، اسمش از بریو، خیلی سبکتر از کرومه. خب این gamma.app اینجا شما میتونید create new بزنید، حالا بعد ادامه بدید. بذار من یه دونه‌شو اینجا بهتون نشون بدم. در واقع اینو من یه فایلی بهش دادم، ببینید خودش این پرزنتیشن رو ایجاد کرده، تمام این تصویرها رو خودش طراحی کرده. دقت میکنید؟ من ببینم بتونم تو این زمان کم. خب من حالا یک تاشو بهتون نشون میدم. ببینید اومده متن رو خودش نوشته از روی اطلاعات که من دادم، یا اطلاعات رو خودش هم میتونه بره بیاره، بعد دونه دونه اینا رو برای من طراحی کرده. من اینجا بذارید این رو بزنم، میبینید؟ بذار من بشینم که ببینید شما. ببین ولی خب یه محدودیت‌هایی رو تعداد اسلایدها وجود داره، ولی نسخه پولیش هم زیاد نیست، 8 پونده فکر میکنم در ماه برای تولید. بهتون اجازه میده تا 60 در واقع تولید بکنن. البته نسخه‌های پرو اینا اگر گرفته بشه دیگه همه میتونن ازش خیلی خوب استفاده بکنن. این ویژگیش اینه که این هم یه جور مالتی موداله، اطلاعات مختلف رو میتونه از شما بگیره. بذارید ما اینجا یه دونه بزنیم مثلا create new. وقتی شما create new بزنید شما میتونید متن رو پیست بکنید یا میتونید پرامپت بهش بدید. یه پرامپت خوب بدید، از رو پرامپت یعنی از روی پرامپت یه خطی براتون پرزنتیشن تولید کنه، یا میتونید آدرس اینترنت بدید، داک بدید، وب پیج بدید و چیزهای دیگه بدید و ادامه بدید. بهتون اجازه میده انواع اقسام دیزاینر رو بتونید در واقع به کار بگیرید. من میدونم این 3 تا اکتیویتی رو ما باید زمان بذاریم کار بکنیم. عذرخواهی میکنم اگه زمان خیلی کم بود. فقط خواستم بهتون بگم که این 3 تا ابزار مخصوصا نوتبوک LM فوق‌العاده است برای مدیرانی که روزانه با حجم عظیمی از داکیومنت ها، ریپورت ها باید کار بکنن، ریپورت های مختلف باید تولید بکنن، بعضن به زبان های مختلف باید تولید بکنن، اسناد باید تولید بکنن، اسناد مناقصه، حالا شاید هم مزایده برای شماها و چیزهای متفاوتی که بخوان تولید بکنن. در بخش‌های مالی، اداری، نیروی انسانی، آنبوردینگ، مدیریتی، هیئت مدیره، کل جلسات هیئت مدیره شما مثلا جلسه هیئت مدیره کامل ضبط می‌کنید، جلسه بعدی یه چکیده صوتی 5 دقیقه اول جلسه می‌ذارید تا دونه دونه آدما نگن یادم رفته این چی بوده، رو این صحبت نکردیم، قشنگ می‌ذاری اول. این باعث میشه که شما جلساتتون رو به راحتی زمانش رو کوتاه بکنید. حالا رو جلسات بخوایم صحبت بکنیم، عدد و ارقام روی زمانی که شرکت‌ها وقت رو تو جلسات میذارن وحشتناکه. در واقع معمولاً میگن اگر جلسات رو مدیریت بکنید 20% پروداکتیوی سازمان میره بالا. حالا عدد و رقم‌های بین المللی مطالعه شده است، اینا چیزی نیست که من بخوام از خودم بگم. من ببخشید 2 دقیقه هم فکر کنم 2 دقیقه چون دیر شروع کردم 2 دقیقه هم از وقت خودم عبور کردم. ببخشید یک طرفه بوده، فرصت نشد، ولی هر موقع باز دوستان دستور بفرمایند در جلسات بعدی من در خدمتتون هستم که تا بیشتر بتونیم گفتگو بکنم. جمع‌بندی بخوام بکنم، معتقدم که برای شرکت‌های ایرانی AI یک فرصت برای اینکه
بتونن دارایی‌های اینتنجیبل خودشون رو در واقع افزایش بدن و انشالله در فرصت‌های خوب در موقعیت‌های جهانی بتونن در عرصه جهانی رقابت پذیر باشن. از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم که با حوصله به صحبت‌های من گوش کردید. ممنون هستم. ممنون از شما. روابط عمومی و امور بین الملل گروه پتروپارس